سلام و عرض وقت بخیر. با یک بازی دیگه با شماییم از سری بازی های لیگ یک هفته 13. حالا امیدوارم صدای من وصل باشه، احتمالاً هست دیگه بعد از 13 هفته فکر می‌کنم به این جمع‌بندی رسیدیم که صدامون وصل است. خب بله، صدام وصله. تایید کردن دوستان. یک بار دیگه با شماییم در اینستاگرام و صفحه یوتیوب بارش اسپورت. تا دقایق دیگر تیم فوتبال داماش گیلان در ورزشگاه عضدی رشت مقابل تیم نفت مسجد سلیمان قرار میگیره. تیم با سابقه و قدیمی نفت مسجد سلیمان یا نفت MIS. و این در حالیه که این دو تیم قدیمی، این دو تیم لیگ برتری و ریشه دار، در حال حاضر هر کدوم شرایط کاملا متفاوتی دارن. متاسفانه ما داماشی رو داریم که با تنها 9 امتیاز در جایگاه 17 جدوله و در مقابل نفت مسجد سلیمان رو داریم که با 22 امتیاز در جایگاه 4 جدوله. متاسفانه برای ما شرایط امروز داماش به گونه‌ایه که برای بقا در لیگ یک داره تلاش میکنه، برای اینکه از اون قسمت قرمز رنگ جدول بالا بیاد. تلاش داماش برای این قضیه است و نفت مسجد سلیمان در سوی دیگر، دوستان اگه سر صداشون تموم کنن، نفت مسجد سلیمان در سوی دیگر میخواد تلاش کنه که این پیروزی خارج از خونه رو به دست بیاره و در صورتی که حریفای مستقیمش نتیجه نگیرن خودش رو به صدر جدول برسونه. حالا قبل از اینکه ما برنامه پیشبازیمون رو شروع کنیم، این نکته رو خدمتتون بگم که این پخش بازی و این برنامه زنده الان همزمان توی یوتیوب وارش اسپورت و اینستاگرام وارش اسپورت داره برگزار میشه. اگر به مشکلی نخوریم که پخش به همین شکل توی اینستاگرام ادامه دار باقی میمونه، ولی در صورتی که حالا اینترنتمون به مشکل بخوره یا خود اینستاگرام به باگ بخوره، ما پخش رو حتما توی یوتیوب خدمت شما ادامه میدیم. دوستانی که توی یوتیوب هستن میتونن کامنت بزنن. شما کامنتاشون رو این سمت تصویر میتونید ببینید. این کامنت عزیزانی هست که توی یوتیوب کامنت گذاشتن. متاسفانه من نمیتونم کامنت های عزیزانی که توی اینستاگرام هستن رو ببینم. اگر مایل هستید که کامنت شما دیده بشه، تشریف بیارید و توی یوتیوب کامنت بذارید که کامنت شما این گوشه دیده بشه. عرضم به خدمت شما که دوستان توی یوتیوب و به صورت پیوی جای مختلف پرسیدن که این هفته چرا وارش تاک نداشتیم. دلیلش اینه که خیلی مشغول بودیم دیگه. شما دیدید دیگه، بعد از اون لایوی که با آقای نعیمی پور داشتیم به شدت مشغول شدیم. خبرهای خوبی هم به هر حال از اطراف تیم شنیده نمیشد. حالا یه حرف و حدیثایی هم بود که اصلا این نقل و انتقاله ممکنه کاملا کنسل بشه. هنوزم البته همچین صحبتی هست، یعنی به این قضیه نیست که به این طور نیست که کاملا حل شده باشه این موضوع. و به خاطر این ناهماهنگی هایی که وجود داشت این هفته فرصت نکردیم که وارش تاک داشته باشیم، ولی حتما از هفته آینده دوباره به همراه علی رهبر برنامه رو پیش میگیریم. البته این هفته علی هم خودش بنده خدا مشغول بود، یعنی نمیرسید که وارشتاک رو باشه. یعنی اگر هم قرار بود که وارشتاکی باشه باید من میومدم که خب یه حالت مونولوگی پیدا میکرد و زیاد جذابیت نداشت. گفتیم این هفته رو استراحت کنیم و از هفته آینده با پخش مجدد وارش تاک در یوتیوب در خدمت شما باشیم. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که امشب ساعت 9 شب یه گفتگوی زنده‌ای از همین طریق، از طریق اینستاگرام و یوتیوب با آقای زحمتکش هم خواهیم داشت. نقطه نظرات ایشون رو هم بعد از صحبت‌هایی که آقای نعیمی پور به صورت زنده کردن خواهیم شنید. ایشون هم به هر حال دیدگاهایی دارن و دوست دارن که هوادارهای داماش دیدگاه ایشون رو هم بدونن
به هر حال قول دادن که 9 شب بیان و در برنامه زنده ما شرکت کنن. حالا تایم دقیقش رو ما باز هم بعد از بازی حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که برای بعد از بازی، یعنی فردا یا پس فردا، حالا اگر شد یا شاید هم حتی به شنبه برسه، یک مصاحبه ویدیویی با جناب جهانبخش آرمان، مدیر کل ورزش و جوانان گیلان هم داشته باشیم که اونم اگر آماده شد که حتما توی روزهای آینده براتون پخش میکنیم. صحبتی که قراره با ایشون داشته باشیم در خصوص همین بحث مالکیتی باشگاه داماشه که به هر حال وضعیت به کجا رسیده و قراره که چی بشه. به ما این قول اولیه رو دادن که این مصاحبه تصویری رو باشون داشته باشیم. حالا روز دقیقش رو حتما به شما هم اطلاع رسانی خواهیم کرد. من یک بار دیگه تاکید میکنم اگر مشکل خاصی برای لایومون پیش نیاد، ما حتما توی اینستاگرام هم بازی امروز داماش در مقابل نفت مسجد سلیمان رو براتون پخش میکنیم. بنا به هر دلیلی اگر اینترنتمون به مشکل بخوره، اگر خود اینستاگرام باگ بخوره، ما حتما لایو رو توی یوتیوب ادامه میدیم. ممکنه که از اینستاگرام قطع بشیم. عرضم به خدمت شما که ترکیب هم رسیده، ما تو صفحه اینستاگراممون منتشر کردیم. یک طور دیگه اجازه بدید من فقط ترکیب رو برای شما منم بخونم. این ترکیبیه که رسیده. من ترکیب رو خدمت شما میخونم. ما امروز مسعود پور محمد رو توی دروازه داریم. مسعود پور محمدی که در ابتدای فصل یک رقابت تنگاتنگی با اشکان توانا داشت سر اینکه بخواد فیکس دروازه بشه، ولی چند بازیه که به هر حال مسعود پور محمده که توی دروازمون هست. عرضم به خدمت شما که آزاد جعفرزاده، محمد رستمی به عنوان کاپیتان، رضا زاهد تبار، پژمان نجات، سعید طالبی، حسین خیری، آرمین انبساطی، رضا پورمهدی، علی مصطفایی و سعید دلاور 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی که توی تصویر هم دارید مشاهده می‌فرمایید. این تصویری که بچه‌ها به هر حال زحمت کشیدن آماده کردن. جا داره تشکری هم بکنیم به هر حال از بچه‌های رسانه‌ای که این ترکیب رو خیلی زود به ما میرسونن و باعث میشن که ما هم این ترکیب رو بتونیم به شکل گرافیکی خیلی زود آماده کنیم و در اختیار شما قرار بدیم. حدود 9 دقیقه مونده به شروع بازی. حالا به محض اینکه تصویر هم بیاد، ما حتما تصویر رو برای شما خواهیم گذاشت. یه حاشیه‌ای پیش اومده بود قبل از این بازی، به این شکل بود که خب تیم داماش برای اینکه آماده بازی بشه میره هتل پردیس، از غذا تیم نفت مسجد سلیمان هم میره اونجا. خب طبق قانون دو تیم نمیتونن شب بازی توی یک هتل باشن و سر همین قضیه تیم داماش از تیم نفت مسجد سلیمان میخواد که خب هتل پردیس رو ترک کنن که همین اتفاق هم میفته. بعد دیگه مثل اینکه حالا این رسانه‌های مسجد سلیمانی و حالا یه سری از رسانه‌های لیگ یکی که استری شیطنت‌ها دارن شروع کردن به یک سری حرفا رو زدن که آره تیم داماش با تیم نفت مسجد سلیمان همکاری نکرد و نمیدونم اینا بیچاره‌ها جا ندارن به جای هتل رفتن مهمانسرا، از این حرفا. خب رشت شهر بزرگیه، هتل‌های بسیاری داره، چه در مرکز شهرش چه اطراف شهر. واقعا اینکه چرا باید تیم نفت مسجد سلیمان انتظار رو داشته باشه که شب قبل از بازی بخواد توی هتل داماشیا استقرار داشته باشه، واقعا بحث عجیبیه و چرا حالا این صحبت ها رو کردن معلوم نیست. به هر حال این قضیه حل شد دیگه، یعنی نفتیا هتل رو ترک کردن. حالا کجا موندن اطلاعی من ندارم. حالا خودشون توی رسانه هاشون نوشته بودن که ما رفتیم مهمانسرا، ولی واقعا چرا حالا این کارو کردن معلوم نیست. همون اطراف هتل پردیس هتل پامچال هست، هتل نمیدونم کادوس هست، هتل صبوری رو داریم داخل شهر، هتل های بسیار زیادی داریم داخل شهر و اطراف شهر هم که باز هتل های خیلی بیشتری هستن. حالا چرا چنین شیطنت رسانه‌ای رو کردن واقعا ما نمیدونیم. برای حق داماش بود که نخواد خیلی از اطلاعاتش تا پیش از بازی لو نره و این چیز طبیعیه واقعا و جزء قوانین هم هست دیگه. چه انتظاری واقعا از داماش و
مسئولین و این داستاناش داشتن، من دیگه واقعا نمیدونم. بریم ببینیم دوستان آیا کامنتی گذاشتن یا نه. من کامنت های دوستان توی یوتیوب رو خدمتتون روی تصویر قرار میدم که ببینید. فقط قبل از اینکه من این کامنت ها رو خب کامنت ها اومدن. قبل از اینکه من این کامنت ها رو بخونم، این نکته رو من بازم تاکید میکنم که اگر مایل هستید که کامنت بذارید و کامنتتون دیده بشه، حتما تشریف بیارید توی یوتیوب کامنت بذارید. توی یوتیوب میتونید برنامه رو با دیلی کمتر، حدود 1 دقیقه زودتر ببینید. یعنی اگر گلی زده بشه توی یوتیوب، شما 1 دقیقه زودتر از اینستاگرام میتونید گل رو ببینید، یا هر اتفاق دیگه ای هم بیفته توی یوتیوب حتما میتونید 1 دقیقه زودتر ببینید. احیانا اگر صحنه ای رو خوب ندیدید میتونید عقب بزنید و دوباره اون صحنه رو ببینید. با هر کیفیتی که مایل باشید میتونید بازی رو ببینید که حالا در مصرف پهنای باندتون میتونه صرفه‌جویی بشه، یا اگر دوست دارید با کیفیت بالاتری از اینستاگرام ببینید، به هر حال من توصیه میکنم که تشریف بیارید و بازی رو از توی یوتیوب ببینید. ببینیم دوستان یوتیوبی چی گفتن. علی رهبر که خودش توی استادیومه میگه ای علیه. آرمین هم که حالا کامنتش رو شما میتونید ببینید. دوستان کامنت هایی گذاشتن. خب حسین گفته که با بازیکنهای خوب داماش مصاحبه‌های کوچیکی بکنید که بیشتر بشناسیمشون. چشم حسین، حتما چنین برنامه‌ای رو داریم. حالا قبلا به هر حال یه خورده مصاحبه گرفتن از بازیکن‌ها سخت بود، مصاحبه نمی‌کردن، باشگاه بهشون اجازه نمیداد. امیدواریم که الان این قضیه حل شده باشه، مصاحبه بکنن. فکرم نمی‌کنم مشکلی باشه و حتما این کارو می‌کنیم. و اینکه جدا از بحث مصاحبه، اتفاقا دوست داریم که این بازیکن‌ها رو توی وارش تاک هم بیاریم، چه بازیکن‌های فعلیمون و چه بازیکن‌های قدیمیمون رو دوست داریم حتما بیاریم توی وارش تاک، که حالا هم در مورد سوابقشون و مسائل شخصیشون باشون صحبت کنیم، همین که حالا شما هواداران بیشتر به هر حال باشون آشنا بشید. حسین میگه نفت مسجد سلیمان اصلا برای کدوم شهره؟ خسته نباش حسین جان. رضا اکبری از هامبورگ نوشته به امید برد داماش. حالا خوبی پخش کردن توی یوتیوب و اینستاگرام اینه که دوستان از کشورهای مختلف میتونن بیان بازی ها رو ببینن. متاسفانه سایت های مثل آنتن و تلویزیون و اینا این امکان رو نمیدن که با آی پی خارج از کشور بازی ها دیده بشن. بقیه دوستانم اگر کامنت بذارن حتما. به 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 به، سینا شاه عباسی بازیکن خوب پیشین داماش هم توی اینستاگرام کامنت گذاشته به امید اینکه خلاصه سینای عزیز تو رو روزی دوباره توی داماش ببینیم و مثل گذشته برامون بدرخشی. گیلک جان، اسمت رو من نمیدونم توی یوتیوب کامنت گذاشتی. دقیقا همینطوریه که میگی، یعنی هر چیزی رو الزاما نمیشه گفت و الزاما هر چیزی هم نباید گفت. یعنی ما چنین سیاستی داریم و کامنت های شما به هر حال دیده میشه. یعنی شما کامنتاتون دیده میشه و دوستان میتونن قضاوت کنن یا راجبش کامنت بذارن. این نویزی هم که تصویر نیومد دوستان، تصویر استادیوم هنوز نیومده. تا 2 دقیقه دیگه قاعدتا باید تصویر بیاد. من یک طور دیگه ترکیب رو برای شما میارم که بخونید. خب این ترکیب امروز ماست، چیزی هم دیگه به شروع بازی نمونده. دوستان خواهش میکنم که توی استوری اینستاگرام و کانال تلگراممون اطلاع رسانی بکنن.
مسعود پور محمد، محمد رستمی، آزاد جعفرزاده، رضا زاهد تبار، پژمان نجات، سعید طالبی، حسین خیری، آرمین انبساطی، رضا پورمهدی، علی مصطفایی و سعید دلاور 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. این هفته نظرسنجی هم نداشتیم، واقعا نمیخواستیم یک نظرسنجی تکراری رو بذاریم. نظرسنجی که اکثرا همیشه هوادارا به برد داماش رای میدن و امیدواریم که این بازی اتفاق بیفته. من خودم خیلی خوشبین هستم که توی این بازی ما بازی رو به یعنی همونطوری که بازی‌های قبل بدبین بودم این بازی خوشبینم. من فکر می‌کنم که این بازی رو میبریم، هرچند که تیم دان خواهیم. شب یعنی اینترنت من نمی‌دونم چرا انقدر ضعیف شده. دوستان گویا شبکه باران هم داره بازی چوکا و فولاد نوین اهواز رو پخش میکنه در لیگ 2. اینم از شبکه میلی ما، هر جایی که میلشون بکشه، هر جایی که پول دریافت کنن بازی ها رو پخش میکنن. در غیر این صورت که اینطور نیست، یعنی اصلا کاری ندارن چه تیمی تو چه لولیه کجا داره بازی میکنه، اصلا به این چیزا کار ندارن و بازی داماش رو پخش نمیکنن. یکی از هوادارهای نفت گفته که تیم نفت مال همون جایی هست که فوتبال از اونجا وارد کشور شد. درست میگن این هوادار. تیم نفت تیم بسیار خوبیه. بازی هم مثل اینکه شروع شده. من کم کم سعی میکنم که سویچ کنم روی تصویر بازی که شما بتونید بازی رو ببینید. حالا دوستان اگه فول اسکرین بکنم ممنون میشم. البته صدای استادیوم هنوز نیومده و به محض اینکه صدا بیاد حتما صدا رو هم برای شما وصل خواهیم کرد. این تصویر استادیوم میبینیم بازیکنان دارن دست میدن و حالا تصویر الان قطع شده دوستان ایستاده. حالا نمیدونم چک کنید اگر خب الان راه افتاد. صدای استادیوم ببینید وصل هست. بله صدای استادیوم هم هست. من دیگه صحبتی نمی کنم که شما بتونید بازی رو از استادیوم عزادی رشت دنبال کنید. خب نه، مثل اینکه صدا از استادیوم بسیار با نویز داره میاد و هنوز صدای استادیوم نیومده. من از دوستان خواهش میکنم که یک پیامکی به همکاران بدن که اگر امکانش رو دارن دوستان آنتن این مشکل صداشون رو برطرف کنن. به هر حال شاید در جریان نیستن که صدا با نویز داره پخش میشه. خواهش میکنم که یه اطلاع رسانی بکنم بهشون، یه پیامی بدن، شاید نمیدونن دوستان. بازیکنای دو تیم رو میبینیم که حلقه اتحاد تشکیل دادن و در حال آماده شدن هستن و تیفوسی داماش که همیشه تیم داماش رو همراهی کردن و بازیکنای داماش رو میبینیم که دارن میرن سمت تیفوسیا که ازشون قدردانی کنن بابت حضور امروزشون توی ورزشگاه عزادی. ممنون از همکاران عزیزمون که به بچهای آنتن هم اطلاع دادم. امیدواریم که مشکل صداشون حل بشه. متاسفانه بازی هم در تایم خوبی نیست. بسیاری از هوادارا باید از محل کارشون بیان و هنوز خب کارشون تموم نشده. صدا متاسفانه هنوز به دست ما نرسیده. حالا عکاسای رشتی و داماشی رو میبینیم که میخوان از تیم محبوبشون داماش گیلان عکاسی کنن. سمت راست هم تیم خوب نفت مصر سلیمان رو میبینیم که حلقه اتحادشون تشکیل دادن، عکساشون رو گرفتن و قاعدتا بازی باید 3 دقیقه پیش شروع میشد. یعنی الان همین الانش بازی با 3 دقیقه تأخیر شروع شده. فکرم نمی‌کنم این مراسم ابتدایی بازی حداقلش تا 1 دقیقه آینده تموم بشه. حداقلش باید بنویسیم که بازی با 4 5 دقیقه تأخیر شروع شد. و اولین حاشیه امروزمون همین شروع بازی با تأخیر قطعا خواهد بود. تیفوسی‌ها رو می‌بینیم که تابلوشون رو دارن آماده می‌کنن که بتونن اون تشویق‌های تیفوسیوار خودشون رو توی این بازی هم داشته باشن.
دوستان یه خورده لگی مثل اینکه وجود داره از آنتن. حالا نمیدونم تصویرشون هم به خاطر همون لگ صداشونه که این مشکل رو داره یا از گیرنده های ماست. آزاد جعفرزاده، خب سعید صدای طالبی، محسن استادیوم اومد، انبساطی، من دیگه صحبت محمد نمی‌کنم که شما رستمی، بشنوید صدا رضا رو. پورمهدی، مسعود پور محمد، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نجات، علیرضا مصطفایی بازیکنایی هستن که بازی خواهند کرد با سرمربیگری علی نظر محمدی. از همینجا هم سوت آغاز این بازی رو داریم برای تیم نفت مسعود سلیمان. هم رضا احمدیان زاده، محمد رضا خدری، امیر هاشمی فرد، امین کعبی، رضا جباری، حمزه خزیراوی، علی جراح، محمد احمدی. در همین ابتدای کار فرصت برای بازیکن تیم داماش گیلان هست از سمت چپ که توپ رو بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان برمیگردونن. امیر مقداد مالکی، متین پارسا و سید سجاد موسوی دیگر بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان هستن و سرمربی این تیم هم آقای اشکش، ابراهیم اشکش در کنار زمین حضور داره. تصویرش رو میبینید در کنار زمین. بازی در همین ابتدای کار در اختیار بازیکن تیم داماش هست. داماشی که این بازی میزبان هست و بازی هفته قبلش هم که دیدید در شهر راز چگونه واگذار کرد. یک بار دیگه از سمت راست حالا بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان که اعلام خطا میشه، خطایی که سعید دلاور انجام میده و بلافاصله هم مرداد خسروی در سود خودش دمید و اعلام خطا کرد و علی نظر محمدی در کنار زمین که حضور داره و معترض هست به این تصمیم داوری که اصلا خوب نبوده برای تیم داماش در این چند هفته و میشه گفت بیشترین ضرری که داماشی‌ها داشتن رو از اتفاقات داوری داشتن و حالا خواسته یا ناخواسته به ضرر این تیم تموم شده. منطقاً بازیکن در محمدی جریمه رو می‌بینید. فرصت برای بازیکن تیم مسعود سلیمان، رضا جباری پشت این توپ ایستاده. خود جباری داور میخواد از بازیکنان که فاصله قانونی رو رعایت کنن. یه صحبتی میکنه با امین کعبی. حالا جباری پشت توپ هست، نگاه به محوطه جریمه، میفرسته توپ رو جباری و توپ رو جمع میکنه دروازه‌بان تیم داماش پور محمد. خود مسعود صاحب توپ، این هم چهره علی نظر محمدی است که دیدید یک لحظه در تصویر، سرمربی تیم داماش که خیلی امیدواره که 3 امتیاز خانگی امروز رو از آن خودش بکنه. رو محمد کمی توپ رو دور میکنه، توپ به بیرون رفته. جعفرزاده توپ رو میذاره تا حسین خیری بیاد و پرتاب رو انجام بده. بازیکن تیم داماش حسین خیری. صدای فریادهای ابراهیم اشکش رو میشنوید. پرتاب رو انجام میدن. طالبی، خود طالبی داخل محوطه جریمه میشه. طالبی از سمت راست، فرصتی که اینجا میشه برای داماش و توپی که به بیرون فرستاد رضا پورمهدی. چه توپی رو گل نکرد رضا و چه موقعیتی بود که از دست رفت برای تیم داماش گیلان. هواداری تیم داماش رو میبینید و توپی که دوباره دروازه‌بان آغاز خواهد کرد بازی رو برای تیم مسعود سلیمان. توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. دوباره نفتی ها صاحب توپ هستن. همین کعبی رو به عقب
برای دروازه‌بان خودشون. هوادارهای تیم داماش هم دارن اعتراض خودشون رو نشون میدن به مسئولین محترم. به هر حال وضعیت مالکیتی این تیم هنوز مشخص نیست. واقعا خیلی عجیبه که در شهری به این بزرگی با این همه طرفدار نتونن مالک تیم رو مشخص کنن و آقای نعیمی پوری که اومدن و تیم رو گرفتن، این چهره که الان در تصویر میبینید آقای نعیمی پور و دوستان که اینجا نشستن در جایگاه حضور دارن، اجازه کار رو با آقای نعیمی نمیدن. واقعا من جای سوال داره برای من چرا در فوتبال رشت اجازه کار رو به یک مالکی که اومده و پول داره هزینه میکنه هم نمیدن. حالا مالک قبلی که نمیخواد دست از تجارت خودش برداره و تیم رو تحویل بده و مالک جدید هم معلوم نیست، بنده خدا تو ورزشگاه هست، هزینه هم میکنه اما تیم رو بهش تحویل نمیدن. یه خود باید بیشتر مسئولین ما دقت کنن و بتونن این کار رو انجام بدن. حداقل برای مالکی که اومده انگیزه باشه که آقا داری هزینه میکنی، یه به هر حال برآورد هزینه هم براش داشته باشن که آقا این همه هزینهش یه دلخوشی برات داره که حداقل تیم مال شماست. اما متأسفانه این کار رو هم انجام ندادن و حالا باید ببینیم در آینده چه تصمیماتی گرفته خواهد شد و این هواداری که این گونه معترض هستن هم حداقل صداشون شنیده بشه. ما هم به عنوان یک رسانه این صدای هواداران هم پخش میکنیم و تصاویرشون رو که به هر حال ببینید شما بینندگان عزیز که چه کاری قراره در آینده انجام بشه. آیا میتونه آقای نعیمی پور به کار خودش در داماش ادامه بده یا که خیر، و حالا مسئولین مربوطه که باید این مسئله رو حل کنن. واقعا دیگه خیلی ضایع است. این همه هفته 13 هستیم هنوز مالک تیم مشخص نیست و تیم رو که دادن به آقای نعیمی پور بهش تحویل نمیدن. حالا برگردیم به گزارش بازی. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ توپ رو در اختیار دارن. پژمان نجات به چپ میبره توپ رو، خود پژمان صاحب توپ با سری بالا به راست میاره و توپ در اختیار بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان قرار میگیره. این تماشاگر تیم داماش هست که میبینید. یک بار دیگه بازیکن داماش در خط دفاعی توپ رو میزنن، توپ به راست میاد و بیرون میره. محمد خدری پرتابگر این توپ خواهد بود، این کار انجام میده. حالا توپ رو به چپ میبرن جایی که پژمان خودش حضور داره. انبساطی دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن، به چپ میبرن و اعلام آفساید میشه. یه خورده جلوتر بود بازیکن تیم داماش و اعلام آفساید هم شد. دو بازیکن از تیم داماش در تله آفساید بازیکن تیم نفت گیر کردن و به هر حال باید ببینیم که در ادامه چه کار خواهند کرد بازیکن‌های دو تیم. تیم داماش محکوم هست به برد در این دیدار. باید ببینیم که چه اتفاقی رو خواهد داد. بله بازیکن تیم داماش صاحب توپ رو یه لحظه از دست میدن و توپی که حالا به بیرون میره. خطا برای داماش خواهد بود. خطا برای تیم داماش گرفته شده. داور صحبت میکنه با بازیکن‌های دو تیم. علی نظر محمدی در کنار زمین. داماش
با 9 امتیاز در رده 17 جدول 18 تیمی هست و جایگاه خوب و مناسبی رو نداره و نکته های اهمیت هم اینه که این حاشیه‌هایی که برای داماش به وجود اومده خیلی تو کارشون تاثیر داشته. طالبی پشت ضربه کرنر قرار گرفته. سعید طالبی از راست این کرنر رو میخواد بفرسته روی دروازه تیم نفت مسجد سلیمانی، کار انجام میده و تو دوباره میزه به خود طالبی. یا سانتر دیگه از طالبی مشت دروازه‌بان و باز هم تو از همه عبور کرد. رستمی به چپ میبره. علیرضا مصطفایی به راست برای پژمان نجات، ببخشید برای سعید طالبی که توپ طالبی بیرون رفته و داور کمک پرچمش رو بالا برده. تیم نفت مسجد سلیمان با 22 امتیاز در رده 4 جدول رده‌بندی رقابت ها قرار داره. هر حال داماش داره در خانه بازی میکنه و باید 3 امتیاز رو از آن خودش بکنه تا بتونه کمی در جدول خودش رو بالا بکشه که اگر مشکل مالکیتی این تیم حل بشه تازه بتونن بازیکن‌ها با فراغی بال در بازی‌های بعدی حضور داشته باشن و نتیجه لازم رو بگیرن و خیلی عظیم هواداری تیم داماش رو خوشحال کنن. شما بینندگان عزیز از تلویزیون اینترنتی آنتن بیننده این دیدار هستید، دیداری که به صورت زنده و مستقیم از ورزشگاه شهید عضدی شهرش تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. توپ در اختیار دروازه‌بان پور محمد است. مسعود به راست میاره برای خیری. خیری از سمت راست توپ برخورد میکنه بازیکن تیم نفت و به بیرون میره. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش انبساطی توپ رو به چپ میبره. فرصت از اون سمت میتونه برای داماش ایجاد بشه و توپی که یه لحظه رضا زاهدتبار از دست داد اما باز هم بازیکن نفت توپ رو در اختیار میگیرن. طالبی صاحب توپ هست. یعنی عقب‌تر وارد 14مین دقیقه از این دیدار هم شدیم و 0-0 دو تیم مساوی هستن. مسعود پور محمد توپ رو جمع میکنه. توپ رو به چپ میبرن داماشی ها. پژمان نجات برای طالبی. خود طالبی توپ طالبی رو با خطا میگیرن بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان. این هم ابراهیم اشکش هست که میبینی در تصویر. توپ رو به راست میارن و توپی که به بیرون میره. یک بار دیگه داماشی ها از سمت چپ با مشت توپ رو دور میکنه دروازه‌بان. یه خطا امروز سعید دلاور انجام شد. البته خطا نه که یه برخوردی هم داشت دروازه‌بان با سعید دلاور. داور تشخیص خطا نداد. یک بار دیگه از سمت چپ بازیکن تیم داماش
ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن. خطا نیست، داور خطایی رو اعلام نکرد و بازیکن تیم داماش معترض هستن. پژمان نجات بود فکر کنم. بله بازیکن تیم داماش روی زمین افتاد اما خطایی رو تشخیص نداد داور در 15مین دقیقه از این دیدار و کماکان دو تیم بازیون 0-0 مساوی است. حالا یک بار دیگه داماچی ثابت میشه. علیرضا مصطفایی توپ رو به چپ میبره، دروازه‌بان هم جلو اومده از تیم نفت و توپ رو دور میکنه. اونجا رضا زاهدتبار بود که روی زمین افتاد و خطا روش اعلام نشد. دوباره بازیکن تیم نفت از سمت چپ که توپ حمزه قزیراوی هم به بیرون میره. حالا بازیکن تیم داماش باید صاحب توپ بشن و توپ رو در اختیار بگیرن. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست تا پرتاب رو انجام بدن. یک بار دیگه از سمت چپ بازیکن تیم داماش گیران فرصت خوبی است برای زاهدتبار که توپی خورد به دیرک دروازه. این سمت هم شکار میکنن بازیکن تیم داماش. چرا این توپ ها و این موقعیت ها رو استفاده نمی کنن؟ موقعیت بسیار خوبی بود برای تیم داماش. رضا زاهدتبار توپ رو زد و علی نظر محمدی رو ببینید مثل دیگر هواداری تیم داماش ناراحت هستن از این توپی که از دست داده شد. واقعا حیف بود، موقعیت خوبی بود برای تیم داماش گیلان که به گل اول این داد برسه اما موفق نبودن. توپی که خورد به تیرک دروازه و برگشت باز هم نتونست از این توپ استفاده کنه بازیکن تیم داماش و توپ به گل تبدیل نشد. بازیکن تیم داماش در خط دفاعی حسین خیری برگشت میدن توپ رو بازیکن تیم نفت مسئول ما و توپ به بیرون میره. ابراهیم اشکش صحبت میکنه بازیکن تیم خودش و توپ در اختیار خیری قرار میگیره برای پرتاب. حسین خیری پرتاب رو انجام میده، اعلام خطا میشه. این بار باز هم خطا روی بازیکن داماش اعلام میشه. محمد رستمی این بار میاد تا این ضربه خطا رو بزنه. کمی دور هست این توپ از دروازه تیم داماش اما موقعیت خوبی است برای تیم داماش گیلان تا بتونن به گل برسن. حالا رستمی میره، سعید طالبی میاد به همراه پژمان نجات این ضربه رو بزنن. خود طالبی میذاره تا نجات این کار انجام بده و باز هم مدافعین تیم نفت برمیگردونن توپ رو. خطا نیست این بار و حالا دوباره بازیکن تیم نفت یه ضد حمله رو میخوان شکل بدن از سمت راست. فرصت هست برای بازیکن تیم نفت مسیح سلیمان. متین پارسا صاحب توپ هست. خود پارسا میده یه بازیکن از پیش رو برداره روی زمین میفته. خطا نیست و توپ برگشت داده میشه. این بار زاهدتبار توپ زاهدتبار رو رضا احمدیان زاده است که میگیره رو به عقب میاره برای کاپیتان هاشمی فرد. او هم توپ رو میزنه بلافاصله بازیکن تیم داماش برمیگردونن. داماشیا باز هم صاحب توپ هستن. یک بار دیگه جعفرزاده کمی عقب‌تر برای انبساطی. خود انبساطی شوتشو میزنه و با اختلاف توپ به بیرون میره. خیلی توپش اختلاف داشت. علی
نظر محمدی رو در کنار زمین باید ببینید شما که چقدر معترض هست. این چهره علی نظر محمدی است که حالا آبی مینشو یه هم هواداره تیم داماش. به هر حال نشد که این توپ هم گل بشه و هواداره تیم داماش بتونن اولین گل تیم خودشون رو ببینن. 20 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. میشه گفت یک سر تیم داماش حمله بوده اما فعلا موفق نشدن که گلی رو به ثمر برسونن. باید ببینیم که در ادامه چه کار خواهند کرد داماشی ها. دو کار دیگه رستمی رو به عقب برای دروازه‌بان پور محمد. دو کار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش توپ رو میزنن. اعلام خطا میشه. خطا دو نفر تیم داماش گرفته میشه. متین پارسا خطایی رو انجام میده. یک بار دیگه علی نظر محمدی رو میبینید در کنار زمین که معترض هست به تصمیمات داور. هر حال از جایگاه گوشه ناظر میگه که صحبت نکنید با بازیکن‌های دو تیم. در کنار زمین هم همین جو داخل زمین هم به هم خورده. کادر فنی تیم نفت همشون معترض هستن و داخل زمین داور میاد حالا مدیریت کنه این مسائل به وجود اومده رو. در حال داماش این چند هفته زیاد ضرر دیده است اشتباهات داوری و حالا نمیخواد تو رشتن اجازه بدن که همچین مشکلاتی پیش بیاد برای این تیم. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست از سمت چپ. اون صداشو ببین. صدا خب مثل اینکه قطع شده صدا و تصویر. فکر میکنم از اون سمت باشه. یه رفرش بکنید بی زحمت. امروز اول بازی هم خورد لگ داشتن. فکر نمی کنم مشکل از گیرنده ما باشه، چون اول بازی خیلی خیلی لگ داشتن. اینترنت هم که بس هست دیگه اون ور دیگه. خب تصویر اومد. مرسی. کیفیتش هم کیفیت مناسب بذارید. ممنون. خب تصویرش مثل اینکه هنوز پخش نمیشه. میگم مشکل داره. با سیستم‌های دیگه هم اگر چک بفرمایید مثل اینکه دروازه‌بان تیم نفت جایی که بازیکن تیم نفت حضور دارن از سمت راست میخوان موقعیت روی دروازه داماش ایجاد کنن که موفق نیستن و این داماشی ها هستن که توپ رو برگشت میدن.
دوباره دروازه‌بان پور محمد کوتاه کار میکنه با سعید دلاور. سعید دوباره به سمت دروازه میره، کار خطرناکی که انجام میدن. بالا توپی که به بیرون میره. توپ به بیرون رفته و بازیکن تیم نفت باید توپ رو بزنن. محمد خدری میاد این کار انجام بده. خود خدری چهرهشو میبینید. حالا توپ رو میفرستن داخل محوطه جریمه و اعلام خطا میشه. این بار خطای بازیکن تیم نفت گرفته میشه. یه لحظه دیدید علی نظر محمدی رو. سف سف مساوی هستن. برخورد میکنه به کعبی و بیرون میره. خود طالبی توپ رو میذاره تا جعفر زاده بزنه. بعد میگردم مدافعین اشتباه از مدافعین تیم نفت و توپ دست بازیکن تیم داماش برخورد میکنه و اعلام خطای هند میشه. ضربه خطا رو بلافاصله بازیکنان تیم داماش نفت ناسیونال خواهند زد. حالا دروازه‌بان هم صحبت میکنه. آقای نصیری مالک فعلی باشگاه داماش رو میبینه. قرار نداره در جایگاه ویژه. افشین ناظمی هم اینجا حضور داره. سیاوک میرزا که خیر. حالا باز هم باید تصمیم مسئولین ورزش استان چه خواهد بود و چه تصمیمی رو خواهند گرفت. هر چه هست باید زودتر انجام بشه تا مشخص بشه و کمی کمتر هواداره تیم داماش ضرر کنن. یک بار دیگه در بازمان تیم نفت توپ رو فرستاد میانه های میدان. باز هم نفتی ها صاحب توپ میشن. یعنی خطا میشه. خطا این بار برای نفت گرفته میشه. وارد 30مین دقیقه از این دیدار شد. توپ رو میزنن بازیکن تیم مسعود سلیمان. در خط دفاعی حضور دارن بازیکن تیم داماش. اجازه کار رو نمیدن به نفتی ها. کمی توپ عقب‌تر میاد. حالا ادامه خطا میشه. پشت محوطه جریمه. موقع خوبی که به دست میاد برای تیم
نفت باید ببینیم که از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. رضا جباری پشت این ضربه ایستاده، ضربه که زده خواهد شد برای تیم نفت مسعود سلیمان. سر صدای هواداره تیم داماش هم میاد تا اینجا. خود جباری دورخیز میکنه، خدری هم باش صحبت میکنه. داور هم میخواد از بازیکن تیم داماش که فاصله قانون رو رعایت کنن و با سوت او بازی آغاز بشه. حالا در سوت خودش میدنه، ضربه‌ای که زده میشه در اختیار میگیره دروازه‌بان مسعود پور محمد. همزمان تیم داماش که این توپ رو گرفت، این چهره مسعود پور محمد حالا با سعید دلاور بازی رو شروع میکنه، میاره به میانه میدان. دوباره کاپیتان رستمی، طالبی، خود طالبی. حالا موقعیت خوبی هست برای بازیکن تیم داماش. زاهد تبار داخل وارد جریمه، زاهد تبار حضور داره، یه چرخش از زاهد تبار کمی عقب‌تر پژمان نجات. رستمی توپ زیر پیش، توپ چه گل و توپی که باز هم به بیرون رفت. آفساید هم نبود اما نتونست از این موقعیت استفاده کنه سعید طالبی بازیکن تیم داماش گیلان. بازی رو بازیکن تیم مؤسسه سلیمان آغاز میکنن. یک بار دیگه بازیکن نفت صاحب توپ هستن. اعلام خطا میشه، باز هم اعلام خطا میشه و علی نظر محمدی هم حالا معترض میشه به اعلام خطاهای زیاد از سوی داور این دیدار. به هر حال کارشناسان داوری باید نظر بدن در خصوص این صحنه‌هایی که اعلام میشه و اعلام خطایی که میشه. به هر حال باید ببینیم که خطا بوده یا که نه. حالا فیلم رو ببینید. یک بار دیگه نفتی ها از سمت راست و توپی که میزنه امین هاشمی فرد رو به بیرون میره. البته کورنر میشه برای تیم نفت مسعود سلیمان. کورنر رو خواهد زد رضا جباری. داور هم میره در محمد جریمه صحبت کنه بازیکن دو تیم که کمتر با هم درگیر باشن. جباری سانتش رو انجام میده روی دروازه و پور محمدی که توپ رو میگیره بلافاصله توپ رو میزنه جایی که حالا سعید طالبی حضور داره. خود سعید و توپ بیرون میره.
معترضن بازیکن تیم داماشی گیلان، صداشون هم میاد و اینکه میگن هر ضربه‌ای که داماش خطا کنه بلافاصله، یعنی هر برخوردی که انجام میشه رو سوت میزنه داور و اعلام خطا میکنه. جباری میاد تا این ضربه رو بزنه، داور میاد در کنار زمین صحبت میکنه با داور چهارم آقای جبرئیلی، یکی از اعضای کادر فنی تیم نفت رو فرا میکنه، کارت زرد رو حالا میده به یک از بازیکن تیم نفت، به مربی دروازه‌بان‌های تیم نفت یک کارت رو میده. در حال بازی آغاز میشه و توپ رو میزنن پور محمد و مش توپ رو برمیگردونه. حالا بازی از این توپ چگونه استفاده بازیکن تیم داماش که توپ رو یه لحظه از زیر پای زایتمار گرفتن بازیکن تیم نفت. امیر مالکی دروازه‌بان تیم نفت، یه بار دیگه زایتبار. حالا داماشی‌ها صاحب توپ هستن، جنای بازی رو میخوان عوض کنن، این کار انجام میدن اما توپ از زیر پای مصطفی رد میشه. اینجا هم برخورد داشتن دو بازیکن داماش و نفت که اعلام خطا نمیشه روی آزاد جعفرزاده و آزاد روی زمین افتاده. ببینیم نظر داور چی هست. آزاد روی زمین افتاده و بازی رو آغاز میکنن بازیکن تیم نفت مسیح سلیمان. حالا بازیکن تیم داماشه که توپ بهشون برسه باید توپ رو به بیرون بزنن که تا به وضعیت آزاد جعفرزاده رسیدگی بشه. حالا داور میره سمت جعفرزاده، ببینیم که چه اتفاقی براش رخ داده. بله داور میره سمت آزاد، اینجا داشته باشیم بازیکنان تیم نفت بلافاصله همشون میرن برای اعتراض. ابراهیم اشکش که اعتراضی میکنه، ابراهیم اشکش در کنار زمین به چه چیز معترض هست مشخص نیست. ابراهیم اشکش معترض هست، چی داره اعتراض میکنه؟ داور دوباره در سود خودش میدمه. جباری توپ رو میزنه، جباری داخل محوطه جریمه، یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت هاشمی فر که حالا توپ رو برگشت به بازیکن تیم داماش، اعلام خطا میشه این بار برای داماشی ها. یک بار دیگه داماشی ها از سمت چپ توپ اختیار بازیکن تیم داماش هست. علیرضا مصطفی یک بار دیگه داماشی ها توپ رو از دست میدن. جباری از تیم نفت یه بار دیگه بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان از سمت چپ حمله رو تدارک می‌بینه. حمزه خضیراوی، خود خضیراوی میسپاره توپ رو به خدری. خدری جعفرزاده رو پیش رو داره که توپ با برخورد به آزاد جعفرزاده به بیرون میره. کورنر برای تیم نفت مسعود سلیمان. 39مین دقیقه از این بیار وارد دقیقه 40 شدیم. 0-0 مساوی و ضربه کورنری که حالا جباری خواهد فرستاد بر روی دروازه تیم داماش. خود جباری کوتاه کار میکنه با
بازیکن خودشون در کنار زمین. یه بار دیگه یه فرصت، یه شوت با سر برمیگردن توپ رو سعید دلاور. باز هم بازیکن تیم نفت صاحب توپ هستن، کمی دور میکنن توپ رو. امین کعبی حالا توپ رو در اختیار داره، دوباره بازیکن تیم نفت به چپ میارن. جباری از تیم نفت داخل محوطه جریمه میشه و باز هم توپ رو پژمان نجاته که دور میکنه. فرصت هست و حالا آزاد جعفرزاده توپ رو بالاتر میفرسته بیرون، اما این بار کاپیتان رستمی که توپ رو کلا دور میکنه و توپ میره جایی که دروازه‌بان تیم نفت حضور داره. سعید طلیبی هم به دنبال توپ رو جمع میکنه. مالکی توپش رو میزنه، این سمت خطایی رخ میده و بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. حسین خیری بلافاصله به رستمی به چپ میبره توپ رو. انبساطی صاحب توپ، دوباره از سمت چپ بازیکن تیم داماش صاحب توپ. این انبساطی توپ رو خراب کرد. چرا از موقعیت خودشون استفاده میکنن بازیکن تیم داماش؟ باید از خودشون پرسید. چه موقعیت خوبی از دست میدن داماشی ها. واقعا توپایی که به راحتی میتونن به گل تبدیل کنن به آسمون میتوبن. چرا این کار رو انجام میدن؟ چرا نمیتونن توپ رو گل بزنن؟ دیگه باید از خودشون پرسید که چرا این توپا گل نمیشه. هواداره تیم داماش کماکان به تشویق تیم خودشون میپردازن تا تیمشون گل بزنه در این دیدار. علی نظر محمدی هم در کنار زمین صحبت میکنه. به هر حال بازی دوباره از سر گرفته میشه. بازیکن تیم نفتی که بازی رو آغاز میکنن. آزاد جعفرزاده با ضربه سر توپ رو راهی بیرون میکنه و پرتاب برای نفتی ها خواهد بود. محمد خیدری این توپ رو پرتاب میکنه. توپ به بیرون میره. این هم هواداره تیم داماش. توپی که این سمت به بیرون رفت. محمد خیدری پرتاب رو انجام میده برای تیم نفت داخل محوطه جریمه. یه لحظه مدافعین داماش توپو برمیگردونن. جباری قبل اون شوت رو بزنه ادامه خطا شده و خطا روی رضا زاهد تبار گرفته شده. یا خورده این نور خورشید هم در بال تصویر برداری ما هم تاثیر داره. در حال نور خورشید تو دوربین های ما میره تو تصویر رو برای بچه ما سخت کرده. تصویر برداری رو یک بار دیگه جعفرزاده از سمت راست
موقعیت هست برای طالبی، خود طالبی داخل محوطه جریمه و توپی به کرنر رفته. ضربه کرنر را بزنن بازیکن تیم داماش گیلان. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. 45مین دقیقه از این دیدار و وقت اضافی که اعلام خواهد شد از توی کمک داور 4 دقیقه های جبریلی نشون میده برای نیمه اول وقت تلف شده. ضربه کرنر میزنن بازیکن تیم داماش، توپ بیرون رفته. خیلی بد زد این ضربه رو و توپ بیرون رفت. البته باد شدید هم در ورزشگاه میوزه از سمت چپ به راست که باعث شد این توپ به بیرون بره و پشمان نجات نتونه توپ رو مستقیم داخل محوطه جریمه بفرسته. یک بار دیگه توپ به بیرون رفته و پرتاب برای نفتی ها خواهد بود. محمدرضا قدری میره تا این پرتاب رو انجام بده برای تیم نفت مسجد سلیمان. خود قدری حالا پرتاب رو انجام بده داخل محوطه جریمه و اعلام خطا شده قبل از اینکه بازیکن تیم نفت بخواد توپ رو بزنن. پور محمد کوتاه، حسین خیری توپ رو به راست میاره. یه لحظه توپ نرسید به زاهد تبار، باز هم صاحب توپ هستن رستمی به چپ میبره توپ رو. علیرضا مصطفایی کمی عقب‌تر، دوباره توپ به خیری رسید. خود خیری توپشو میزنه بازیکن تیم نفت. یه ضربه برگردون از محمد احمدی، جایی که حمزه خزیرابی حضور داره توپ به بیرون میره. محمدرضا قدری این بار از این سمت میاد تا پرتاب رو انجام بده برای تیم نفت. دورخیز میکنه قدری، توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. تو دروازه‌بان عبور میکنه. حالا مدافعین تیم داماش هستن که به خوبی کنترل کردن توپ رو برگشت دادن. توپی که حالا طالبی میزنه و برخورد بازیکن تیم نفتی که بیرون رفته. طالبی داشت اعتراض میکردید، نه داور درست گرفته. داور خودش این بار دید. حسین خیری دوباره بازیکن تیم نفت صاحب توپ هستن از سمت راست. شدت باد هم در ورزشگاه داره زیادتر میشه. هواداری تیم داماش هم تیمشون گل میخوان. حالا سعید طالبی از سمت چپ، دو سه بازیکن او رو احاطه میکنن و هر جوری که هست توپشو میگیرن. اینجا سوت پایان این دیدار به صدا در میاد و مهرداد خسروی در سود خودش میدمه. ساعت کوتاه خواهیم کرده با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. خسته نباشید. شاید نیمه اول این بازی بودیم. من تصویر خودم رو هم درست حسابی برای شما بیارم. شاید نیمه اول بودیم که با نتیجه 0-0 تموم شد این بازی. حالا جدا از موقعیت هایی که از دست دادیم، یه صحنه مشکوک هم داشت. من این صحنه رو میخوام
دوباره برای شما پخش کنم. علی رهبر زحمت کشیده این صحنه رو آماده کرده، حالا شما هم ببینید. سر و صدای محیط هم البته خیلی زیاد، حالا امیدوارم که زودتر قطع بشه. صحنه رو ببینید شما. این صحنه‌ایه که به اعتقاد من بازیکن ما رو زدن. من کامنت های اینستاگرام رو هم باز کنم. البته من کامنت های شما رو نمیبینم، فقط میتونم باز کنم، ولی کامنت های یوتیوب رو ما اینجا داریم. شما نظر بدید، بگید که این صحنه به نظر شما پنالتی بود یا نه. به نظر من که بود حقیقتا. حالا یک طور دیگه این صحنه رو بخوایم پخش کنیم، من احساس میکنم که پای بازیکن ما رو کامل زد. حالا نظر شما چیه؟ نظرتون رو حتما بنویسید. تشکری هم بکنیم از علی رهبر که پشت دروازه مونده و این صحنه ها رو برای ما میفرسته. ببینید دوره نگاه کنید. ببینم سرعتش هم میخورده، میتونم کم کنم. ببینم کاملا دیگه با سرعت کم. به نظر من اینجا بازیکن ما رو زد. داور هم نزدیک بود. حالا چرا این پنالتی باز هم برای ما گرفته نشد دیگه بحث داوریه که همیشه وجود داره. ما موقعیت‌های بسیاری داشتیم، موقعیتامون رو متاسفانه از دست دادیم. من کامنت‌های یوتیوب هم اینجا باز کنم که بتونیم بخونیم. رایان نوشته بله پنالتی بود و همینطور نوشته که خوب بازی کردیم، نیمه دوم میتونیم گل بزنیم. رضا نیکی نوشته که صدای ورزشگاه نمیشه باشه. صدای ورزشگاه دست ما نیست، ما داریم از طریق بچهای آنتن این بازی رو پخش میکنیم و به صدای ورزشگاه دسترسی نداریم، ولی امیدواریم که اتفاق بیفته و ما هم بتونیم صدای ورزشگاه رو بشنویم. ولی نه، دقیقاً صدای ورزشگاه رو ما هم نداشتیمش. اگر داشتیم حتما برای شما پخش میکردیم. دوستانی که توی اینستاگرام دارن این لایو رو میبینن میتونن تشریف بیارن توی یوتیوب و با کیفیت بالاتری و بدون تأخیر و دیلی این بازی رو ببینن. ما به احترام شما کماکان لایو روی اینستاگرام رو تا زمانی که توانش رو داشته باشیم ادامه میدیم. گاهی اوقات پیش میاد اینستاگرام باگ میخوره یا اینترنت ما مشکل داره که پخش همزمان برامون در اون شرایط میسر نیست، ولی تا زمانی که بتونیم ما حتما سعی میکنیم توی اینستاگرام هم پخش رو ادامه بدیم. اگر دوست دارید که کامنت شما این گوشه دیده بشه، شما میتونید بیاین توی یوتیوب و کامنت بذارید و نظرتون رو بنویسید. حالا یه نیمه هم دیدیم دیگه، الان فکر میکنم بتونیم پیش بینی دقیق تری در مورد این نتیجه بازی داشته باشیم. من کماکان فکر میکنم که ما این بازی رو میبریم و فکر میکنم امروز روز ما باشه و این بازی رو ببینیم، ببریم. خیلی خوشبینم به نتیجه این بازی و امیدوارم که ما برنده این بازی باشیم. و صحنه مشکوکم ملاحظه کردید دیگه که به نظر میرسید پنالتی بود از پشت دروازه توسط علی رهبر گرفته شده بود. حالا ما برای همکارامون توی رسانه‌های مختلف هم سعی می‌کنیم این صحنه رو ارسال بکنیم که اونام پخش کنن و در نهایت به دست تیم داوری برسه. شاید در حال روی سود زدن‌هاشون حداقل تاثیر بذاره، به ضررمون حداقل سود نزنن. خیلی عجیبه که این فصل اینقدر، حالا خارج از خونه رو کار نداریم، اینقدر توی خونه علیه ما داره سود زده میشه. این خیلی واقعا در نوع خودش جالبه. نیمه اولم که 0-0 تموم شد. حالا عکسش هم من سعی میکنم اینجا برای شما بذارم که پوسترش هم ببینید. البته توی اینستاگرام هم ما منتشر کردیم این تصویر رو. اینم پوستریه که بچه‌ها زحمت کشیدن برای نیمه اول آماده کردن که بازی 0-0
در نیمه اول به پایان رسید. من باز هم عرض میکنم من کامنت های اینستاگرام ندارم. دوستان اگر توی اینستاگرام کامنت خاصی گرفتیم لطفا به من برسونید. من فقط کامنت های بچه های یوتیوب رو میتونم ببینم دیگه، واقعا دسترسی ندارم. در نیمه اول یک حالا حاشیه‌ای هم که اتفاق افتاد این بود که شعارهایی هم علیه مسئولین ورزشی استان، آقایان الماس خاله و آرمان صورت گرفت. من حالا متن دقیق شعارها رو نمیدونم چیه، هنوز به دستم نرسیده، فرصت نشده بشنوم، ولی به صورت کلی اعتراض هواداران به بلا تکلیفی تیم بود که تیم به هر حال از این وضعیت بلا تکلیفی در بیاد. حالا حق با هر کدوم از این عزیزان هست، به هر حال تیم بهشون تحویل داده بشه و اینطوری نباشه که چندین مالک داشته باشیم یا نداشته باشیم و به هر حال بازیکن‌ها و کادر و اینا احیانا بتونن این مسئله رو بهونه قرار بدن که نتیجه نگیرن. امیدواریم که به هر حال این بلا تکلیفی هر چه زودتر حل بشه و توی نیم فصل بتونیم با تقویت تیم به میانه‌های جدول برگردیم. دوستان حالا مدامم خب دوستان همین الان به من خبر دادن که صحنه پنالتی که برای بچهای تیم ارسال شد به ناظر بازی نمایش داده شد. ناظر بازی ظاهرا دهنش کاملا بسته شد و به داور هم قراره که نشون بدن که به هر حال این صحنه حداقل تکرار نشه. نمیگم به سود ما سود زده بشه، میگم این صحنه تکرار نشه. واقعا خواست ما هم همینه که اینجور اتفاقات نیفته. تا پایان نیمه اول نتیجه همزمان یک سری از بازی‌ها رو داریم که قسمت پایین میشه دیگه، درسته؟ یک سری از بازی همزمان رو من نتیجهش رو خدمتتون میگم. دریای بابل و آریوی اسلامشهر توی بابل اسلامشهر. نتیجه رو اگر حالا کامل آن تغییر کرده، مثل اینکه نتایج هم حالا الان دوستان میرسونم و براتون میخونم. البته بعد از بازی هم نتایج حتما توی سایت قرار میگیره، از همونجا هم میتونید نتایج رو ببینید. خب دریای بابل تا پایان نیمه اول مقابل آریوی اسلامشهر یکیش توی زمین خودش عقبه. خوش طلایی و چادر ملو با هم یکی یک کردن. خوش طلایی نمیدونم بازیش الان کجا داره، اردبیله، نمیدونم تهران، آستاراست. تیم عجیب غریب امسال ما همین خوش طلایی واقعا. سایپا و مثل سونگون هم 0-0 هم با هم. فجر سپاسی یکیش از شهر راز جلو افتاده توی زمین خودش و بازی نفت و گاز گشتاران و پارس جنوبی جمع هم ساعت 15:30 قراره که دنبال بشه. تشکر میکنم از دوستان عزیزی که این نتایج رو مینویسن برامون. فانتیزی کامنت گذاشته که باید حتما ببریم، خیلی شرایط جدول حساس شده. فان فکس جان، من فرصت کنم حتما میام خودم به صفحه یوتیوبت سر میزنم ببینم که چه فکس هایی توی صفحه داریم. با اکانت خودم حتما میام و سابسکرایبت میکنم. رضا نیکی نوشته دلیل اینکه تیم تحویل مالک جدید نمیشه چیه دقیقاً؟ رضا نیکی جان، مجوزهای موقت به آقای نعیمی پور داده شده ولی گویا بحث مالی اینجا وجود داره که آقای زحمتکش و مسئولین شهری و استانی معتقدن که این تصفیه حساب انجام نشده. به خاطر همینه که این اعتقاد رو دارن که نباید مجوز کامل به ایشون داده بشه و یه حکمی هم از دادگاه بر علیه آقای نعیمی پور هم اومده که حالا بسیار جای بحث داره دیگه. حالا امشب با آقای زحمتکش هم در این مورد صحبت میکنیم. البته بعدش هم که از آقای آرمان قول گرفتیم که توی یکی دو روز آینده یک مصاحبه تصویری هم با ایشون داشته باشیم و به هر حال خودشون توضیح بدن که چرا وضعیت به این شکل داره پیش میره. بچه های تیم هم جالبه که
پیام میدم میگن که صحنه مشکوک وسط بازی چیزی ندارید، میگم نه نداریم، چیزی ضبط نکردیم، یاد به دست ما حداقل چیزی نرسیده. عرضم به خدمت شما که همین دیگه. حالا شما هم بنویسید، شما همینجا بنویسید که به نظرتون نتیجه بازی چند چند میشه. من فکر میکنم که حالا 1-0 ما میبریم. یعنی تا اینجای کار باید حداقل یه گل میزدیم به نظرم. واقعا بچه‌ها اون ضربه‌های آخر رو خیلی بد زدن و اگر یکم دقت بیشتری داشتیم حتما میتونستیم به گل برسیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم و امیدواریم که در نیمه دوم حتما اتفاق بیفته. تیم نفت مسجد سلیمان هم تیم واقعا خوبیه و مدعی صعود، یکی از تیم‌های مدعی صعوده و تیم بسیار خوب، پرسابقه و شایسته احترامیه و اینکه ما بتونیم مقابلش ببریم با این وضعیتی که داریم واقعا کار بزرگی. امیدوارم که این اتفاق بیفته. به هر حال گزارشگر نه همیشه ثابت نیست رایان جان، ثابت نیست. ما اگر خودمون بازی رو پخش کنیم معمولا سید علی هاشمی هست، اگر از آنتن پخش بشه گزارشگر خیلی اوقات رحمان قاسمیه، بعضی اوقات محمد آبکار هم گزارش میکنه. نه گزارشگر ثابت نیست. آره منم فکر میکنم که با یک اختلاف گل ببریم. آره رضا نیکی جان، دقیقاً اصلا بحثی که هوادارا دارن همینه، اینکه این مشکلات هر چیزی که هست تا قبل از نیم فصل تموم بشه. اصلا واقعا برای هوادار، اون کسی که هوادار واقعیه، براش فرقی نمیکنه چه کسی بخواد توی تیم حضور داشته باشه. اون چیزی که مهمه اینه که تیم نتیجه بگیره، تیم ثبات داشته باشه و همین. و واقعا اینکه چه کسی مالک باشه برای اون کسی که هوادار این تیم هست اهمیتی نداره، ولی چیزی که مهمه همه تقریبا معتقدن که این تیم باید تقویت بشه و برای تقویت شدن تیم ثبات مالکیتیه که خیلی مهمه، باید حتما وجود داشته باشه. من برم خودم یک استراحتی بکنم، منم دیگه واقعا خسته شدم. یک نوشیدنی مصرف کنم. تصویر اومده؟ یه تصویر اومد که آره تصویر مثل اینکه اومد. خیلی خوب. استراحت هم نمیتونیم بکنیم. حالا من برم رو تصویر. تصویر اومد. صدای البته داره پخش نمیشه خب چون صدای خاصی هم وجود نداره، ولی تصویر ورزشگاه به هر حال هست. کار خوبیه که بچهای آنتن و رحمان قاسمی چند بازی دارن انجام میدن، تصویرشون رو قطع نمیکنن. این کار خیلی خوبیه. ما هم میتونیم جو ورزشگاه رو ببینیم. دوستان اگر یک نوشیدنی برسونن خیلی ممنون میشم واقعا. حالا یه نوشیدنی آره. ما به زودی هم به محض اینکه بازی شروع بشه حتما پخش رو با شما ادامه خواهیم داد. تیم داوری هم میبینیم که دارن وارد زمین میشن و بازیکنای دو تیم هنوز به غیر از اون معدود نفراتی که در حال گرم کردن هستن وارد نشدن. کامنت های شما رو بذارم باز بمونه چون هنوز بازی شروع نشده. کامنت های شما رو اینجا بذاریم یه ذره حالت مخفی کنیم که تصویر هم دیده بشه. اینم کامنت های شما. بازم خدمت دوستانی که توی اینستاگرام دارن بازی رو میبینن عرض کنم که کیفیت پخش بسیار بالاتره توی یوتیوب و احیانا این کامنت ها به صورت ناخواسته باز و بسته نمیشن توی یوتیوب. اگر مایل باشید صحنه ها رو میتونید عقب بزنید، با هر کیفیتی که مایل باشید میتونید ببینید. به طور کلی دوستانی که خودشون توی یوتیوب دارن این بازی رو میبینن دیگه خودشون میتونن به شما توضیح بدن که واقعا چرا باید این بازی رو از توی یوتیوب دید. اینستاگرام واقعا جایی نیست که کسی توش مایل باشه لایو ببینه. اصلا توی دنیا هر ایونت یا رویدادی قرار باشه که به صورت زنده پخش بشه یا توی یوتیوب پخش میشه یا توی تویچ. اینستاگرام چیزیه که ماها بهش عادت کردیم وگرنه هیچ فرقی هم نداره. جفتش هم که فیلتره، با این تفاوت که یوتیوب مزایای خب خیلی بیشتری داره. حالا دوستان یوتیوبی اگر کامنت بذارید، دوستان اینستاگرامی میتونن کامنت های شما رو البته روی تصویر ببینن.
بازیکن‌های دو تیم رو می‌بینیم که وارد میدون شدن و کامنت‌های اینستاگرامم بستم که تصویرشون دچار مشکل نشه. ما تا زمانی که در توانمون باشه، امکانش رو داشته باشیم، به هر حال پخش از اینستاگرام رو قطع نمی‌کنیم. ما دنبال اینیم که هر کسی به هر شیوهی که میتونه بتونه بازی رو ببینه. یه تعویض هم برای ما انجام شد. حالا نمیدونم چه دقیقاً کی بود، شما 98 99 بود فکر کنم، نمیدونم. آره خوب ندیدم. صدای گزارشگرم هنوز وصل نشده، یعنی به محض اینکه صدا وصل بشه حتما صدای استادیوم رو برای شما پخش میکنم. رایان جان، تماشاگر خب اومد یه خورده زدال خورد و تایم بعدی هم هست، یعنی الان که یک نیمه هم گذشته، تازه ساعت 3 خورده، خیلی تازه ساعت 4 5 6 کارشون تموم میشه. من این تصویر کامنت رو هم بردارم از اینجا که بازی به محض اینکه شروع شد، من فکر کنم صدا اومد از استادیوم. اجازه بدین تست کنیم. خب نه هنوز صدا نیومد، نمیدونم چرا گزارش رو شروع نکردن. خب مثل اینکه صدا شروع شد، صداشون بسیار ضعیف. من دیگه سکوت میکنم که شما صدای گزارشگر رو بتونید بشنوید. صدای واقعا پایینه. لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، دیداری که در ورزشگاه عضدی شهر رشت داره برگزار میشه و تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز. با نیمه دوم این دیدار در خدمت شما هستیم و باید ببینیم که در این نیمه چه نتیجه رقم خواهد خورد و چه کار خواهند کرد داماشی ها در این دیدار تا پایان کار. قبلشه خیلی خاموشه. قبلشه. داور در سود خودش میدم و توپ به بیرون رفته و باید پرتاب انجام بشه برای تیم مشی سلیمان. یاره شماره 3 این تیم قدری پرتاب انجام میده. جعفرزاده توپ رو کمی دور کرد. دوباره بازیکن تیم نف فرصت برشون هست داخل محوطه جریمه و توپی که در خدمت میگیره پور محمد دروازه‌بان تیم داماش. یه بار دیگه اختیار تیم داماش از دستم به چند داخل محوطه جریمه. کامکان فرصت هست برای طالبی تکید توپ رو طالبی و توپ رو در اختیار گرفت بازیکن تیم مسی سلیمان از همون سمت. توپ برگشت داده میشه و بازیکن تیم نفت مسی سلیمانی که صاحب توپ هستن باز هم به توپ رو میزنه هاشمی فرد. اعلام خطا میشه. خطا برای تیم نفت مسی سلیمان گرفته میشه. یاره تازه وارد سجاد تمیمی این توپ رو میزنه و در اختیار میگیره توپ رو پور محمد. قبلش هم خطای بازیکن تیم نفت گرفته میشه و کارت زرد رو هم داور میدونه
دیگر بازیکن تیم نفت شماره 4 امین هاشمی فرد هست که کارت زرد رو گرفت. 2 تغییر هم علی نظر محمدی در ترکیب تیمش داشته برای نیمه دوم این دیدار. 2 بازیکن رو اضافه کرده نظر محمدی به ترکیبش و باید ببینیم در ادامه چه نتیجه برای تیم به دست خواهد اومد. تمیمی داماشی‌ها برمیگردونن توپ رو. یک بار دیگه جباری از نفت. انبساطی نمیتونه توپ رو بگیره. توپ رو به چپ میبرن محمد احمدی. احمدی برای هاشمی فرد داخل محدود جریمه توپی که در اختیار میگیره پور محمد. مسعود بلافاصله بازی رو آغاز میکنه. سعید دلاور صاحب توپ هست. سعید به راست میبره برای خط دفاعی خودشون که صاحب توپ میشن. پژمان نجات هم حضور داره. سعید دلاور خیلی توپ میخواست بزنه اما توپ جایی فرستاد که آزاد جعفرزاده حضور داشت و آزاد هم به توپ نرسید. علی جراح پرتاب رو انجام میده. بلافاصله بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان از سمت چپ صاحب توپ رو موقعیت میشن که توپ رو باز هم رضا زاهد تبار به بیرون زد. پرتاب رو نفتی ها انجام میدن. یه بار دیگه زاهد تبار اومد که توپ رو بگیرم موفق نبود. 2 بازیکن به هم برخورد کردن. انبساطی از تیم داماش فرصت برای بازیکن تیم مسعود سلیمان که توپ به بیرون میره. دروازه‌بان تیم داماش آغازگر بازی خواهد بود. جایگاه ویژه رو می‌بینید. آقای نعیمی پور مالک باشگاه در کنار آقای آقازاده و افشین ناظمی پیشکسوت‌های فوتبال رشت حضور دارن و دارن بازی از جایگاه می‌بینن. البته نیمه اولم عرض کردم هنوز تکلیف مالکیتی داماش مشخص نیست و معلوم نیست که تیم رو آقای نعیم‌پور خواهند داد یا که خیر. فعلا که ایشون مالک تیم هست هزینه ها با ایشونه اما باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهند گرفت مسئولین ورزش استان. آیا ورود خواهند کرد به این مسئله که بالاخره مشکل مالکیتی داماش حل بشه تا این هواداره داماش بتونن یه خاطر جمعی رو داشته باشن به خاطر حضور مالک در تیم. واقعا دیگه خیلی داره این قضیه لوس میشه و امیدواریم که دیگه تا این هفته تکلیف رو روشن کنن مسئولین مربوط که این تیم مالکی هست کلا. یک بار دیگه توپ بیرون رفته و پرتاب رو داماشی ها انجام خواهند داد. پژمان نجات پرتاب رو انجام میده. باز هم بازیکن تیم نفت توپ رو بیرون میزنن. علی نظر محمدی در کنار زمین آرام قرار نداره و میخواد تیمش امتیاز رو در این دیدار خانگی بگیره. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش نیمه اول حملات زیادی رو روی دروازه تیم نفت داشتن اما موفق به گلزنی نشدن. حالا در نیمه دوم باید ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد برای تیم داماش. یک بار دیگه نفتی ها توپ رو برمیگردن از سمت چپ حمله تدارک میرن روی دروازه تیم داماش که به خوبی جعفرزاده توپ رو برگشت داد. حالا زاهد تبار یک چرخش از زاهد تبار رستمی باز هم توپ رو میگیرن. این باز سجاد موسوی صاحب توپ هست. بده موسوی برای جباری یه شوت از جباری و توپی که به بیرون رفت. این هم
هوادار تیم داماش در جایگاه تیفوسی ها حضور دارند، داماشی ها، و به تشویق تیمشون میپردازند. این هم نمای دیگر از تماشاگر داماش. تماشاگر خونگرم تیم داماش رو میبینید که در جایگاه تماشاگرها حضور دارن، تیم رو تشویق میکنن، جایگاه تیفوسی هاست. بسیار خوب، من دارم. این چهره نصیر نعیمی پور هست، مالک باشگاه داماش، که عرض کردم خدمت شما فعلا هزینه ها رو ایشون انجام میده برای تیم داماش. پرواز چارتر تیم رفت به یزد، هزینه زیادی انجام شد برای بازی قبلی بیرون از خانه داماش مقابل تیم شهرراز شیراز. به هر حال تازه بازیکن تیم داماش داشتن وضعیت خوب رو تجربه میکردن که دوباره این اتفاق افتاد و گفته میشه که باید دوباره رأی دادگاه بیاد و نمیدونم چه داستان هایی که قرار اتفاق بیفته تا دوباره تیم رو رسما به آقای نعیمی پور واگذار کنن. به هر حال داره این قضیه خیلی کش پیدا میکنه. خیلی ممنون میشیم از مسئولین ورزش استان که خودشون ورود کنن این مسئله جمع کنن، مثل دفعه قبلی که آقای جهانبخش آرما خودشون ورود کردن و این مسئله کمی جمع شد، اما متاسفانه همچنان این ماجرا ادامه داره و این میتونه به ضرر تیم داماش گیلان باشه. توپ در اختیار بازیکن تیم نفت مسیح سلیمان هست. جباری باز هم موسوی، خود جباری میاد و دوباره عبور کنه، این اتفاق رخ نمیده. برگشت توپ از مدافعین تیم داماش گیلان و کاپیتان رستمیه که توپ رو کلا دور میکنه. رضا احمدیان زاده، رستمی، بازیکن تیم نفت باید این ضربه رو بزنن. محمد رضا خدری میاد برای پرتاب توپ. خب تصویر و صدا گویا باز هم از جانب آنتن قطع شده. حالا دوستان رفرش بکنن شاید آنتن به هر حال وصل بشه. واقعا دیگه چیزی نیست که در دست ما باشه، به محض اینکه تصویر از جانب دوستان آنتن وصل بشه حتما ما هم تصویر رو برای شما پخش میکنیم. فعلا که اینطور نشده دیگه، یعنی فعلا تصویر قطعه. به محض اینکه بیاد حتما تصویر رو برای شما وصل میکنیم. حالا این ور رو رفرش کنید دیگه، شما این ور رو قطع هنوز از همه جا قطع شده. حالا اگر باز هم قرار شد قطع بمونه که با دوستان استودیوم حتما تماس میگیریم که بازی رو بتونیم برای شما بخش کنیم. حالا تا زمانی که آنتن وصل بشه من نتایج همزمان رو براتون بخونم. دریای بابال توی خونه خودش 2-0 از آریو عقب افتاده و خوش طلایی با چادر ملوت زمین خودش، حالا زمین خودش هم که کجاست جای بحث داره، 1-1 کرده. سایپا مثل سونگون 0-0 هم. فجر سپاسی 1-0 از شهرراز جلو افتاده و نفت و گاز گشتاران و پارس جنوبی جمع هم که بازیشون ساعت 15:30 شروع شده 2-0 رسوده
نفت و گاز گشتاران در دست انجامه. من تصویر رو هم اینجا میارم شما ببینید که واقعا قطعه، یعنی وصل نشده هنوز. حالا امیدواریم که ما این رفرش کردن و تصویر بیاد. فعلا که هنوز این اتفاق نیفتاده. همونطوری که میبینید تصویر کلا قطع، یعنی نه مشکل اینترنت خوشبختانه وجود داره نه هیچ چیزی، ولی تصویر وصل نیست و از آنتن قطع شد. حالا یه پیامی هم میتونید بهشون بدید، شاید واقعا در جریان نباشن. بچهای آنتن اگر بتونید اطلاع بدید خیلی خوب میشه که این دوستان بتونن تصویر رو وصل کنن. تصویر اومد؟ نیومد؟ خب تصویر نیومد، ولی مثل اینکه دارن حل میکنن قضیه رو. خب مثل اینکه تصویر کم کم داره میاد. تصویر کم کم داره میاد. عذرخواهی میکنم از شما، اینجا دیگه دست تنهایی مجبور شدم خودم برم اونور چک کنم تصویر، ولی مثل اینکه داره میاد. اومد. بریم به استادیوم سردار عزادی ببینیم چه خبر. بازمتین داماش در پشت توپ هستن. سعید طالبی خودشون ضربه رو خواهد زد یا که خیر. بله، پژمان نجات و سعید طالبی، چه کسی این ضربه رو خواهد زد؟ دورخیز دو بازیکن، انبساطی هم در کنارشون حضور داره، البته کمی عقب‌تر، و ضربه‌ای که همگان منتظرن تا داور در سود خودش بدنه و این توپ زده بشه. دو بازیکنی که اونجا حضور دارن. علی نظر محمدی در کنار زمین هست. شدت باد هم شدیدتر شده حالا دو ورزشگاه. ضربه‌ای که زده میشه دروازه طالبی و با اختلاف اندک از بالای دروازه توپ بیرون میره. دو تعویض رو حالا داماش میخواد انجام بده. یار شماره 10 سید محمد خرم حسینی به زمین میاد. خب متاسفانه باز هم تصویرشون قطع شد. نمیدونم چه مشکلیه که امروز برای این بچهای آنتن پیش اومد. البته خب تقصیری هم ندارن، یعنی واقعا وضعیت اینترنت ورزشگاه اونجا زیاد جالب هم نیست و ما خودمون هم باشیم شاید همین مشکلات برامون پیش بیاد و این چیه وقتی مشکل زیرساختی و ساختاری وجود داره دیگه نمیتونیم واقعا انتظار داشته باشیم. وقتی مثلا چه میدونم استادیوم اینترنت درست حسابی ندارن که بدن به خبرنگارا، به رسانه‌ها، فیبر نوری نداره احتمالاً اگرم باشه به رسانه‌ها نمیدن، نتیجهش همین چیزیه که میبینیم دیگه. چه ما باشیم، چه آنتن باشه، چه باشگاه باشه، چه هر کس دیگه ای باشه، باید روی اینترنت همراه حساب کنه. اینترنت همراه هم که پایدار نیست و چند وقتیه که وضعیتش بدتر هم شده. حالا به دوستان، به آقای قاسمی و بقیه دوستان اگر بگید که تلاش کنن تصویر رو بیارن که خیلی خوب میشه، ولی بفرمایید که قطعی خیلی زیاده. حالا شاید یه جوری تونستن مشکل رو به هر حال حل کنن. کامنت های شما رو هم دوباره بیارم اینجا حالا تا تصویر قطعه که بتونیم از کامنت های شما هم استفاده کنیم. به محض اینکه تصویر بیاد حتما تصویر رو برای شما پخش میکنیم. امیدوارم که اتفاق مهمی نیفته تو این دقایقی که ما تصویر رو نداریم و اگر هم اتفاق مهمی افتاد حداقل گلی باشه به سود داماش که حداقل فارغ از این قطعی‌ها حداقل بازی رو ببریم. مهدی ایمانی
با شکوه گفته که کیفیت صدا خیلی بده. بله کیفیت صدا قطع صدای ورزشگاه نمیاد، عرض کردم اینا چیزی نیست که در دست ما باشه و بچهای آنتن احتمالاً اونجا مشکلی داشتن که کیفیت صدا و پخششون بده. بهشون اطلاع دادین؟ خب بهشون اطلاع داده شد. حالا امیدواریم که تصویر رو هر چه زودتر بتونن برقرار بکنن. تماسی هم با سید علی هاشمی بگیریم، حداقل بازی رو بتونه برامون گزارش کنه. حالا خوب شد بچه‌ها رو اونجا داریم. سید علی جان پاسخگو باش. تصویر داره میاد؟ اگر تصویر نیومد که امیدواریم که بتونیم با دوستان ارتباط برقرار. علی جان خب تصویر اومد، تصویر استادیوم گویا اومد و نیازی نیست که با سید علی هاشمی تماس بگیریم. حالا بازم اگر تصویر قطع بشه حتما میره با علی تماس خواهیم گرفت. وارد اینترنت ورزشگاه هم خراب شد و یک چند ثانیه در خدمت شما نبودی، از شما عذرخواهی میکنم. در حال شدت باد هم زیاد شد اینجا، صدای اضافه هم اگه میاد برای شما باید به بزرگواری خودتون ببخشید. داور میاد در کنار زمین یه تذکری رو میده به ابراهیم اشکش که کمتر اعتراض کنه. پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم داماش. برگشت توپ از جباری، دوباره رستمی برای سید محمد خرم حسینی. آفساید میشه، تو تحلیل آفساید گیر میکنه رضا زاهد تبار. بلافاصله امیر غفوری پرچمش رو بالا برده، اعلام آفساید شد. در حال موقعیت خوبی بود برای داماش که با اعلام آفساید از دست رفت. دروازه‌بان بازی رو آغاز میکنه. دوباره بازیکن تیم نفت توپی که برخورد میکنه به حسین خیری و برگشت داده میشه. دوباره بازیکن نفت صاحب توپ هستن اما کمی دور هستن از دروازه تیم داماش که حالا از تبار توپ رو حالا سمت راست حمله رو خطا داره که بازیکن تیم داماش ببینید تو چه استفاده خطا میشه. این بار دیگه خطاست و خطا رو اعلام میکنه. کمک دوم این دیدار یک کارت زرد رو هم به بازیکن تیم نفت میدن. اینجا هر دو داور معتقد بودن که خطا انجام شده روی بازیکن داماش و کارت زردی که اینجا نشون میده داور به بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. داره شما 5 امین کعبی بود. داره امین کعبی بود این کارت گرفت. حالا این ضربه رو باید داماشی‌ها بزنن. داماشو از همه عبور کرده توپ به بیرون رفت. شصت و نهمین دقیقه از این دیدار تیم 0-0 مساوی هستند. تعویض در تیم داماش انجام میشه. یار شماره 8 سیامک علیزاده وارد بازی میشه و محمد رستمیه که بیرون میاد. این چهره که دیدید دوباره اعلام خطا میشه. این بار خطای داماشی ها گرفته میشه.
خطا روی بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان، یعنی سجاد تمیمی گرفته میشه. سربر میزنم بازیکن تیم نفت از سمت راست. توپی که نفتی ها کماکان در اختیار دارن، توپ بالا به بیرون. حالا خیلی میاد تا ضربه رو پرتاب کنه، این توپ رو خیلی کوتاه کار میکنه با علی کیانیفر. خود خیلی و توپی که در اختیار گرفته بازیکن تیم داماش سید محمد خرم حسینی که توپ به بیرون میره، حالا به خطا میشه. داور خطا بازیکن تیم نفت گرفته، یک کارت زده به کیانیفر میده. کاپیتان تیم نفت مسعود سلیمان علی کیانیفر اتاق زرد رو میگیره، میره برای آسخایی میکنه از بازیکن تیم داماش خرم حسینی. هفتاد دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. بازی از سر گرفته میشه. دوباره بازیکن داماش توپ رو میزنن. میلاد توپ در اختیار داماشی هاست. تا باید اینه که از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. یه تعویض حالا آیا اشکش انجام میده، داریوش بخت رو به زمین میاره به همراه احمد الجبوری رو. هنوز تعویض انجام نشده. باید ببینیم این ضربه رو چگونه خواهند زد بازیکن تیم داماش. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. برگشت توپ از مدافعین تیم نفت. به دیگه موقعیت هست برای داماش گیلان. اعلام خطا میشه قبل از اینکه توپ برسه به بازیکن تیم داماش توی محوطه جریمه. اعلام خطا شد. این امین هاشمی فردی که روی زمین افتاده و حالا تعویض‌ها برای تیم نفت داره انجام میشه. دو تعویضی که انجام خواهد شد برای تیم داماش. تعویضی که حالا داره انجام میشه. احمد الجبوری این بازیکنی که الان داره به زمین میاد و رضا جباری بیرون اومد و داریوش بخت هم شماره 18 وارد بازی شد. در حال تاکتیکشون رو عوض میکنن بازیکن دو تیم و باید ببینیم که چطور ادامه خواهند داد. یک بار دیگه توپ در اختیار داماشی هاست. این بار سیامک علیزاده برگشت توپ از کیانیفر. حالا به راست میاره احمد الجبوری توپی که میفرسته برمیگردونه سعید دلاور مدافع مستحکم تیم داماش. یک بار دیگه قدری توپی که در اختیار میگیره مسعود پور محمد. بلافاصله بازی رو آغاز میکنه مسعود از سمت راست. خیلی برای سیامک علیزاده. دوباره خیری حسین خیری کمی عقب‌تر. از سمت راست بازم موقعیت هست برای تیم. چه توپی رو
باز هم گل نکردن. امیر مقداد مالکی دروازه‌بان تیم نفت به خوبی توپو بیرون فرستاد. کورنر حالا برای داماش گیلان. دقیقه 45 این دیدار. حالا بازیکن تیم داماش این کورنر رو خواهند زد. کورنر فرستاده میشه داخل وارد جریمه. فرصت زده جعفر زده و توپی که به بیرون رفت. دروازه‌بان مالکی بازی رو آغاز من. بازیکن تیم نفی اشتباه توپ میرسه بازیکن تیم داماش گیلان. ببینید تو چگونه استفاده می‌کنن داماشی ها. پشت محمد جریمه روی زمین میفته. امیر محمد سیمانپور که خطا هم نیست. یک بار دیگه از سمت راست احمد الجبوری صاحب توپ هست. خود احمد الجبوری کمی عقب‌تر. بازیکن تیم نفت کیانی فر توپ از زیر پای بازیکن تیم نفت جدا میشه. کماکان نگرد هست برای نفتی ها. بازیکن تیم داماش داخل محمد جریمه. توپی که دور میکنه این بار پژمان نجات. حالا سعید دلاور هم روی زمین افتاده. ولی وضعیت این بازیکن هم رسیدگی بشه. آفتاب میره. این تماشاگر تیم داماش هست که میبینید. این هم آقای نعیمی پور مالک باشگاه داماش که آرام قرار نداره. میبینید با چه به چه صورت داره بازی رو دنبال میکنه. در حال به دنبال برد تیمش هست و باید ببینیم که در این 10-12 دقیقه پایانی تیمش چکار خواهد کرد. جالبه که تماشاگر تیم هم تشویق میکنن. مالک باشگاه رو صدا میکنه از جایگاه. و به هر حال تماشاگر خوب میفهمن چه کسی داره به تیم کمک میکنه و چه کسی میخواد اذیت کنه. علی نظر محمدی کماکان معترض هست به نحوه حضور آقای اشکش در کنار زمین. در حال بازی در رشت داره انجام میشه. یه خود از امتیاز میزبانی هم باید رشت استفاده کنه اما تا حالا این فرصت به داماشگاه داده نشد. 78مین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت توپو اختیار میگیرن از سمت راست. رضا احمدیان زاده احمد الجابری که توپش بیرون رفت. دوباره که بگم خدمت شما بیان عزیز نمیدونم چه باد شدیدی که تو ورزشگاه داره میوزه. یه خورده میشه گفت نیمه دوم به ضرر تیم داماش هم هست این باد چون از سمت دروازه نفتی ها به سمت دروازه داماش میوزه و یه خورده صدای ما هم تاثیر گذاشته با اینکه
همه امکانات رو ما داریم، اما این باد کمی اذیت میکنه. شاید صداش رو شما بینندگان هم بشنوید. من از حضور شما عذرخواهی میکنم. به هر حال تقصیر بچه‌های فنی ما نیست و این باد خیلی داره اذیت میکنه. مثلا برگه‌هایی که جلوی ما هست رو هم دو سه باری باد با خودش برده و این صداش هم برای شما هم میاد. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست از سمت راست. خود آزاد جعفرزاده یه لحظه اعلام خطا میشه. یه بار خطا برای داماش گیلان. میلاد رحمان بگو. بازی داره دنبال میشه. راهنمایان تصویر ما هم دارن نشون میدن و الان وضعیتی که ما تو ورزشگاه حضور داریم این گونه است که میبینید. برگردیم به بازی و ببینیم که این توپ چه خواهد شد. توپی که حالا میتواند توپ بیرون میره از کنار دروازه. بازی رو باید آغاز کنم بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. تعویض دیگری رو علی نظر محمدی در دستور کار خودش داره. داور میره و یه کارت زردی رو هم میده به دروازه‌بان تیم نفت مسعود سلیمان امیر مقداد مالکی به خاطر اتلاف وقتی که انجام داد. محمد سجاد قلی بیگی به بازی خواهد اومد و کاپیتان بخشید سعید طالبیه که به بیرون میاد. میلاد برو. تعویضی که حالا انجام شد و توپ میزنه دروازه‌بان تیم نفت مسعود سلیمان و توپ به بیرون میره. مثلا بگم کاپیتان رستمی که دیدم رستمی هم دقیقه پیش تعویض شد، حالا رو به پلن بی آورده علی نظر محمدی و باید که در نیمه دوم و در دقیقه پایانی نیمه دوم چه نتیجه تیمش خواهد گرفت. پژمان نجات سعید دلاور دوباره پژمان رو ثابت میکنه. حالا میرفت که یک حمله رو از سمت چپ تا وارد کنن بازیکن تیم داماش که موفق نبودن. سعید دلاور دوباره با ضربه سر یک بار دیگه بازیکن تیم نفت توپی که علی کیانیفر میزنه و مسعود پور محمد در اختیار میگیره. باز هم داماشی ها صاحب توپ هستن. حالا به سمت راست سید محمد خرم حسینی توپ رو به راست میبره. جعفرزاده توپی که کورنر رفت. صاحب کورنر حالا خواهد زد. تعویض برای تیم نفت مسعود سلیمان هم باید انجام بشه. رضا بختیاری به زمین مسابقه میاد به جای علی جراح. و تعویضی که انجام خواهد گرفت و ضربه کورنری که داماشوها خواهند زد. این بازیکن تعویضی تیم نفت هست که رغبتی به بیرون اومدن نداره. یک امتیاز هم میتونه امتیاز خوبی برای تیم نفت باشه در رشت. ضربه کورنر رو حالا خواهد زد پژمان نجات. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. با ضربه سر کمی دور میکنن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. خرم حسینی کماکان موقعیت دو داماش توپ رو خواهند زد. البته قبلش اعلام آفساید میکنه داور کمک داور اینجا، اما کمی صبر میکرد مشخص میشد که کدوم بازیکن از تیم داماش این توپ رو خواهد زد که در حال
توپ به بیرون رفت و بازی از کنار دروازه تیم نفت مسعود سلیمان باید آغاز بشه. این چهره افشین ناظمی است از پیشکسوتان فوتبال رشت. خودش سالها در تیم داماش مربیگری کرده. آقای نعیمی پور مالک باشگاه و سیدعلی آقای آقازاده هم میبینید از کسایی که در تیم فوتبال داماش زحمت زیادی رو برای این تیم کشیدن و از پیشکسوتان خوشنام فوتبال رشت هستن. همگان برای کمک به تیم داماش گیلان در ورزشگاه حضور دارن و این هم خیلی عظیم هواداره داماش که بی صبرانه تیم خودشون رو تشویق میکنن. در حال این تماشاگری که میبینید عاشقانه به عشق تیمشون میان دو ورزشگاه و تیمشون رو تشویق میکنن تا بتونه برنده دیدارهای خانگی خودشون باشه. توپ به بیرون میره. دوباره بازیکن تیم نفت صاحب توپ خواهند بود. رضا احمدیان زاده دوباره داماشی ها صاحب توپ میشه. سیامک علیزاده یه لحظه توپ تاثیر بوده. سیامک حالا توپ رو میگیرن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. سیامک علیزاده روی زمین افتاده. حالا یه خطای دیگه و خطای سیمانپور هم گرفته میشه. داماد میاد بالا سر سیامک علیزاده. علی نظر محمدی در کنار زمین. هشتاد و هفتمین دقیقه از این دیدار. 0-0 دو تیم مساوی هست. به وضعیت سیامک علیزاده رسیدگی میشه. ساور بالا سر سیامک هست و میخواد از کادر پزشکی 80 کادر پزشکی میخواد که سیامک علیزاده بیرون ببره. تعویضای علی نظر محمدی هم تموم شده و دیگه تعویضی هم نمیتونن انجام بدن. در حال سیامک رو بیرون میارن. بازی رو پور محمد آغاز خواهد کرد. سیامک علیزاده از پای راست خودش احساس درد میکنه. توپ میاد در این سمت و به بیرون میره.
دوباره بازیکن تیم نفت ثابت توپ میشن. کیانیفر که توپ رو فرستاد، کیانیفر برای احمد الجبوری. خود احمد الجبوری دو بازیکن جلوش ایستادن، اجازه کار نمیدن به بازیکن تیم نفت. برگشت توپ دوباره پژمان نژادی که توپ رو برگشت میده و حالا توپ رو به بیرون میزنه امیر حسین یوسفی. سیامک نمیتونه بازی ادامه در کنار زمین پزشکا دارن بیرون کار میکنن و ببینیم چه خواهد شد. یعنی خطا میشه، یه بازیکن توی زمین افتاده. علی نظر محمدی رو میبینید. سیامک علیزاده کنار زمین هست و باید ببینیم که دوربین ما اگه بتونه سیامک علیزاده رو نشون بده ممنون میشیم. 8 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم هم در نظر گرفته. 90 دقیقه به اتمام رسید و آقای جبریلی 8 دقیقه وقت تلف شده و نیمه دوم رو نشون داد. حالا سیامک علیزاده در کنار زمین هست و تیم داماش داره 10 نفره به بازی ادامه میده. محمد پور بازی رو آغاز میکنه. اعلام خطا میشه. یک کارت زرد میده به بازیکن تیم نفت داور این دیدار با شماره 77 رضا بختیاریه که حالا کارت زرد میگیره. تماشاگر تیم داماش رو میبینید. تو دیگه بازیکن تیم داماش توپ برگشت داده میشه و توپ بیرون میره. دوران اشکش رو میبینید که اعتراض میکنه. پژمان نجات پرتاب انجام خواهد داد. توپی که فرستاده میشه. حالا یوسفی توپشو میگیرن بازیکن تیم نفت. دوباره نفیا صاحب توپ هستن. یه بار دیگه داماشی سیامک علیزاده پژمان نجات برخورد توپ بازیکنای تیم نفت که توپ به بیرون میره. ادامه خطا میشه. خطا برای داماش گیلان تیم 10 نفره داماش. باید 5 دقیقه دیگه بازی کنه داماش. باید ببینیم که چه کار خواهد کرد در این 5 دقیقه. پژمان نجات ضربه میزنه داخل محوطه جریمه. سعید دلاور به لازم توپ تاثیر گذاشته. پنالتی نیست. توپی که باز هم پنالتی نیست و این بار رضا زاهد سوار بود که باز هم روی زمین افتاد. فرصت هست برای تیم داماش. سعید دلاور خطا این میشه پشت محوطه جریمه روی سعید
دلاور یار شماره 70 سجاد تمیمی خطا را انجام داد. میلاد زیاد ندارم. باز نمی‌دونم. حالا موقعیت خوبی هست برای تیم داماش گیلان. باید ببینیم که از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. موقعیت خوبی هست برای داماش گیلان. دو سه بازیکن تیم داماش پشت توپ ایستادن. ببین چه کسی این ضربه رو خواهد زد. همه نگاه ها به این توپ هست و ضربه‌ای که زده خواهد شد. این هواداران چشم انتظار این دیدار هستن و دارن می‌بینن که این توپ به کجا خواهد رسید. یار شماره 10 از تیم داماش سید محمد خرم حسینی پشت این ضربه ایستاده. ساعت تبار میرزه اومد پیشون که صحبتی رو کرد. سید محمد خرم حسینی ضربه رو خواهد زد. خرم حسینی سوت داور. خرم حسینی توپی که به کجا زد. خرم حسینی موقعیت خوبی امروز داماچی‌ها داشتن و تا اینجا کار که نتونستن از موقعیتشون استفاده کنن. دروازه‌بان تیم نفت بازی رو آغاز خواهد کرد. پینچر امیر مقداد مالکی. میلاد باز کن. باز هم توپی که زده میشه. داماچی‌ها توپ رو دوباره از دست میدن. حالا یوسفی که توپ رو میگیره بلافاصله توپ رو میگیرن از دست میدن داماچی‌ها. و حالا یه بار دیگه خرم حسینی سعید دلاور روی زمین افتاد. سعید خطا نیست. دوباره یک بار دیگه بازم داماغ حسین خیلی زمین میفته. این بار خطا رو میگیره داور. نود و هفتمین دقیقه از این دیدار وارد دقیقه 98 شدیم. 8 دقیقه وقت طلب شده برای این نیمه رو در نظر گرفته بود داور که 7 دقیقه ازش گذشته و 1 دقیقه پایان این دیدار زمان باقی داریم. داماش هنوز نتونسته گلی رو در این دیدار به ثمر برسونه. یوسفی صاحب توپ و توپی که بیرون میره و خطا برای داماش گیلان خواهد بود. چشمان نجات پرتاب رو انجام خواهد داد. یه لحظه گذشت توپ خیری بیاد. خود خیری از اون پرتابای بلندش رو میخواد انجام بده. خیری مورد تشویق هواداران قرار میگیره. خیری شهرام حمیدی هم در کنار زمین حضور داشت. فرصت هست و باز همین توپ که به گل تبدیل نمیشه. آزاد جعفرزاده این توپ رو زد و توپ به گل تبدیل نشد. موقعیت های فراوان تیم هجومی اما در گلزنی امروز کم شانس بودن و نتونستن توپی رو به گل تبدیل کنن داماشی ها. کماکان میشه گفت داماش روی نوار بدشانسی است. دو بازی خوب بازی میکنه اما نتیجه نمیگیره. که تا اینجای کار نتونست نتیجه لازم رو بگیره. سوت پایان این بازی همینجا به صدا در میاد. در هفته 13 رقابت لیگ دسته اول داماش باید بره با مثل سونگون سه‌شنبه 7 آذر ماه بازی کنه و بازی بعدیش هم با نفت و گاز گشتاران خواهد بود
سه‌شنبه 14 آذر ما 2 بازی بیرون از خانه رو خواهد داشت و چهارشنبه 22 آذر برمیگردن به رشت و بازی دارن با خوش طلایی ساده. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. تا دیداری بعد، خدایار و نگهدارشون. رحمان جان چه لذتی برده باشه از این بازی رحمان جان؟ یک بازی دیگه باز هم ما نتونستیم توی خونه خودمون به برد برسیم، پیروزی رو کسب کنیم، 3 امتیاز رو بگیریم. اتفاقیه که بارها توی این فصل تکرار شده دیگه. ما واقعا خسته شدیم، خودمونم خسته شدیم، واقعا نمیدونیم که چی باید بگیم. دیگه اینکه بازیکن نمیتونه مستقیم شوت کنه، نمیتونه چارچوب رو ببینه، این فکر نمی کنم دیگه اصلا نه بحث فنی باشه، نه بحث مالکیتی باشه، نه بحث پول نگرفتن باشه. اصلا دیگه این یه چیز مشخصیه دیگه. ما موقعیت های زیادی داشتیم، اصطلاحاً زدیم به دار و خال. اتفاقی بود که تو این بازی افتاد. اصلا هیچ جای بهونه‌ای به نظرم دیگه واقعا برای بازیکنای ما وجود نداره واقعا، که بازیکن نمیتونه مستقیم شوت کنه، توی چارچوب بزن. آدم واقعا میمونه که چی بگه. خب برام که تموم شد بازی و به هر حال یه امتیاز رو گرفتیم و فکر میکنم یه دونه جامون بهبود پیدا کرده باشه توی جدول. الان با این نتایجی که به دست اومدن، نتایج رو دوستان بگیرم براتون میخونم. آخرین نتایج رو براتون بخونم. آریوی اسلامشهر دریای بابل رو برد، تموم شد. چادرملو خوشه طلایی نمیدونم کجا رو 2-1 برد. مثل سنگون سایپا رو 1-0 برد. شهر راز 1-0 از فجر سپاسی باخت. نفت و گاز گچساران هم که از پارس جنوبی جمع 3-0 فعلا جلو، احتمالاً اونم میبره. بازی بعدی ما هم که سه‌شنبه 7 آذر ساعت 14 در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل مس سنگونی برگزار میشه که امروز سایپا رو توی خونه خودش برده، یعنی اونم تیم بسیار خوبیه. و من فکر میکنم تو این 4 بازی باقی مونده از نیم فصل اگر ما بتونیم 2 تا بازی خونگیمون رو ببریم و حتی 2 تا بازی خارج از خونمون رو ببازیم، من فکر میکنم که نتیجه خوبی باشه. یعنی 6 امتیاز اگر بتونیم بگیریم، من فکر میکنم نتیجه خوبی باشه با این وضعیتی که داریم. من کامنت های دوستان توی یوتیوب هم برای شما بیارم. پژمان پاسکیابی نوشته که واقعا کیفیت بازی وحشتناکه، لیگ ایران کی رشد میکنه. واقعا ما هم امیدواریم که اتفاق بیفته. جا داره که یه تشکری هم بکنم از پژمان که هفته گذشته یک کمک مالی نسبتا خوب هم به وارش اسپورت کرد. دست درد نکنه. شما هم احیانا اگر مایل بودید که هر کدومتون به وارش اسپورت کمک نقدی انجام بدید که بتونیم این لایو هامون رو انجام بدید، میتونید از آدرس hamibash.com/وارش استفاده کنید. چه به صورت ریالی چه به صورت ارزی از این لینک میتونید کمکاتون رو انجام بدید. بقیه دوستانم که ریاکشن های عصبانی و ناراحت فرستادن دیگه. آرتین، سمیه، سهیل نوشته که بازیکن بی‌مسئولیت، حرف درستی میزنه. بازیکن بی‌مسئولیت دقیقه 95 ضربه آزاد رو میزنه به کباب مهدی، طبقه دومش. چی بگه دیگه، آدم واقعا میمونه چی بگه. و حالا از اینستاگرام خودمون قطع کنیم. اگه خواستید این صحبت رو ادامه بدید، دوستانی که اینستاگرام هستید میتونید تشریف بیارید توی یوتیوب. من 30 ثانیه دیگه
یوتیوب اینستاگرام رو میبندم و توی یوتیوب ادامه میدیم. امیدوارم که مسائل مالکیتی و مدیریتی و اینا هر چی که هست واقعا حلش این تیم رو ما تقویت کنیم. میگم واقعا موقعیت سازی داشتیم، خطر ایجاد کردیم روی دروازه، ولی دیگه من نمیدونم وقتی بازیکن نمیتونه توپ رو توی چارچوب بزنه چیکار میشه کرد. حیف، واقعا حیف که این فرصت ها رو داریم از دست میدیم. اینستاگرام رو من قطع کنم، بمونیم با دوستان یوتیوب. دوست ما سعی کردیم توی یکی دو هفته گذشته سخت افزارمون رو ارتقا بدیم، مودم جدیدی تهیه کردیم، کیفیت اینترنتمون بهتر شده. امروز هم اگر قطعی بود یا کیفیت بدی بود بابت صدا از ما نبود خداییش، یعنی از فرستنده بود. بچه فرستنده البته تقصیری ندارم، واقعا اینترنت درست و حسابی توی استادیوم ندارن و این مشکلات براشون پیش میاد. امیدواریم واقعا روزی برسه که داماش در جایگاه بهتری باشه، رسانه های ما هم از جمله خودمونم واقعا زیرساخت های بهتری برای پخش داشته باشیم. این نکته رو دوباره بگم که امشب حدود ساعت 9 احتمالاً به صورت زنده در خدمت آقای زحمتکش خواهیم بود. ایشون خودشون میان توضیح میدن که از نظرشون وضعیت مالکیتی الان به چه شکلیه و جریان دعوایی که حالا اصطلاحاً بینشون وجود داره به کجا رسیده و قضیه قراره به چه شکلی به هر حال پیش بره. ایشون خودشون میان توضیح میدن در این مورد و حتما ما هم حالا تا ساعت‌های آینده به صورت استوری اینستاگرامی و توی کانال تلگراممون حتما ما هم اطلاع رسانی بیشتری در این مورد میکنیم که بتونیم در واقع مصاحبه با ایشون رو هم بشنویم. خلاصه اینکه ببینیم وضعیت تیم قراره چی بشه، اینکه آقای نعیمی پور قراره بیان، آقای زحمتکش قراره تیم رو به دست بگیرن، مالک جدیدی کلا قراره بیاد، هر چی که هست به هر حال به زودی زود حل بشه که هم هوادارا از این نگرانی که دارن در بیان، هم واقعا وضعیت تیم پایدارتر بشه. حالا نه بهونه دیگه وجود داشته باشه، نه بحثی وجود داشته باشه که بگن زیرساخت‌ها رو نداریم، حالا اگر بازیکن لازمه به تیم اضافه بشه، خلاصه این صحبت‌ها تموم بشن. من جا داره که تشکر کنم از دوستانی که همین الانم توی لایو یوتیوبی ما هستن. ممنونم ازتون، زحمت کشیدید و اینکه بازی رو کنار شما میبینیم یه حس و حال خیلی خوبی بهمون میده. حیف که واقعا نمیتونیم نتیجه بگیریم دیگه، یعنی توی خونه رو دیگه واقعا باید میبردیم، یا مثلا تو بازی‌های خارج از خونه دیگه واقعا تساوی رو حداقل باید بگیریم. حیف که اینطوری نمیشه و در کنار هم به جای اینکه خوشحال باشیم اون حس خوب رو نداریم. واقعا کاش روزی برسه که با حس خیلی بهتری بتونیم بازی‌ها رو در کنار هم ببینیم. دمتون گرم، لطف کردید که بازی رو از اینجا تماشا کردید و تا ساعت 9 شب اگر اتفاق خاصی نیفته با شما خداحافظی میکنم. ما هم بریم یک استراحتی بکنیم، دوباره حالا خبرهای مربوط به بازی هم بذاریم، دوباره برمیگردیم و با آقای زحمتکش لایو رو ادامه میدیم ساعت 9 شب که ببینیم به هر حال وضعیت مالکیتی به کجا رسیده، چه خبره. واقعا سهیل نوشته تا کی باید به خاطر هر بازی اینقدر هرس بخوریم، واقعا من نمیدونم. مرسی ازت کیوان جان، مرسی کیوان جان، مرسی همگی. تا لایو بعدی که ساعت 9 شب باشه ازتون خداحافظی میکنم.